بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. برادران و خواهران عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. با قسمت دیگری از برنامه تاجیکستان، دردها و آرزوها در خدمت شما سروران گرامی هستیم. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی این برنامه رو سبب بیداری ملت شریف تاجیکستان و نابودی ظالمان و ستمگاران و طواغیت بگردانه. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی شر ستمکاران را از سر ملت شریف تاجیکستان دور کنه. مثل هفته گذشته در شروع برنامه با هم مروری خواهیم داشت به رویدادهای هفته گذشته در تاجیکستان و مسائل مهمی که در این کشور رخ داده. میان برنامه‌ای که عبارت از سرودی است در مورد تاجیکستان می‌بینیم و بعد از اون انشالله در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود با اخبار هفته گذشته در تاجیکستان. با ما همراه باشید. ای وطن تو کی در این رنج و بلا می‌بینمت، ای وطن تو کی در این رنج و بلا می‌بینمت، در میانی بحر خون اندر شنا می‌بینمت، ای وطن تو کی در این رنج و بلا می‌بینمت، در میانی بحر خون اندر شنا می‌بینمت، روز و شب کشته ایم اولادی تو گریان منم، میهنم تا کی بگو اندر عزا می‌بینمت، روز و شب کشته ای اولادی تو گریان منم، میهنم تا کی بگو اندر عزا می‌بینمت، مادری مهر آورم ای میهنی جان پرورم، خون جگر در رنج فرزند دان چرا می‌بینمت، مادری مهر آورم ای میهنی جان پرورم، خون جگر در رنج فرزند دان چرا می‌بینمت، مادری مهر آورم ای میهنی جان پرورم، خون جگر در رنج فرزند دان چرا می‌بینمت، با دو چشمی خون فشان و با دلی رنجور و زاد، به کس و شورید حال و به نوا می‌بینمت، با دو چشمی خون فشان و با دلی رنجور و زاد، به کس و شورید حال و به نوا می‌بینمت، تا بکی در آتشی و شعله بر جان تا بچند، تا بکی در آتشی و شعله بر جان تا بچند، از نفاقی ناکسانی به حیا می‌بینمت، تا بکی در آتشی و شعله بر جان تا بچند، از نفاقی ناکسانی به حیا می‌بینمت، یاد ایامی که بودی جنتی روی زمین، آه آه اکنون چرا ما تمسرا می‌بینمت، یاد ایامی که بودیم
جنتی روی زمین. آه آه اکنون چرا ما تمسرا میبینم، خونی فرزندانی تو ارزان تر است از برگی کاه. از تیر و خار و ذلیل و به بها میبینمت، خونی فرزندانی تو ارزان تر است از برگی کاه. از تیر و خار و ذلیل و به بها میبینمت. یا عبا درد ندارم تا بگویم رازی دل، روز و شب و دیده ای درد آشنا میبینمت. یار با درد ندارم تا بگویم رازی دل، روز و شب و دیده ای درد آشنا میبینمت. یار با درد ندارم تا بگویم رازی دل، روز و شب و دیده ای درد آشنا میبینمت. بله بینندگان عزیز و گرامی، تاجیکستان، دردها و آرزوها. با امید روزی که نه دردی باشه در تاجیکستان و نه دردمندی و نه ظالمی. الله سبحانه و تعالی شر این ظالمین و ستمگاران را هرچه زودتر از سر ملت شریف تاجیکستان دور کنه. میپردازیم به مهمترین مسائلی که در هفته گذشته در تاجیکستان رخ داد و طوری که قول داده بودیم به شما عزیزان، افراد امنیت و پلیس و مقامات دولتی که به شعائر دین مبین اسلام توهین بکنن، ما در پی این هستیم که هویت اینها رو کشف بکنیم و در برنامه‌های هفتگی تاجیکستان، دردها و آرزوها با تصاویر اونها پخش بکنیم تا اولا ملت شریف تاجیکستان اینها رو بشناسن، ثانیاً کسانی که در آینده میخوان به حجاب خواهران ما، به مساجد، به ریش جوانان مسلمان تاجیک اهانت بکنن، در این فکر باشن که وصال حق در پی اینها هست تا چهره کثیف اینها رو برای جهانیان آشکار بکنه. اولین تصویر رو خدمت شما عزیزان نشون میدم. احمد جان اگر این تصویر رو نشون بدید. این تصویر یکی از افراد پلیس است که روز جمعه 11 سپتامبر 2015 در مسجد مرکزی ناحیه جلال الدین رومی یکی از کارمندهای پلیس این ناحیه به نام رفیعوف تورخان، آقای رفیعوف تورخان که با ماشین شخصی خودش از نوع آپل که رقم دولتیش هست 2829 EI03 2829 EI03 به مسجد این منطقه میاد در ناحیه جلال الدین رومی و این شخص که کسانی که در این منطقه زندگی میکنن شهادت میدن که یک بارم سر خودش رو در پیشگاه آفریدگار و الله سبحانه و تعالی به سجده نگذاشته. بعد از نماز جمعه این جوانی که تقریبا 17-18 ساله است رو که از مسجد خارج شده بود مانند یک مجرم، یک جنایتکار دستگیر میکنه، مانند کسی که به دنبال دزد باشه، به دنبال یک انسان مجرم باشه و به زور داخل ماشین شخصی خودش کشان سوار میکنه و وقتی که چند نفر از جوانان این منطقه اعتراض میکنن به او که چرا این کارو میکنی، پلیس در جواب میگه که من با فرمان معاون دادرس باید جوانان را دستگیر نموده و به جوابگری بکشانم. اگر به من فرمان دهند که این شخص را تیرپران هم بکن، بیچون و چرا اجرا میکنم، اگر نکنم من را از وظیفه آزاد میکنن. ما میپرسیم که کجاست کمیته دین تاجیکستان؟ کجاست آقای سید مکرم که میگفتن که نه، این تصویر را هم از یک زاویه دیگر دوستان فرستادن، همین شخص و اینم ماشین شخصیش که اومده
و جوانانی رو که یعنی سبحان الله، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که میفرمایند که بدا دین غریبا و سیعود کما بدا فتوبا لغربا، ببینید که در آخر الزمان باید یک جوان مسلمان در تاجیکستان قاچاقی به مسجد بره. یک جوان باید قاچاقی به مسجد بره. این از غربتی که امروز اسلام در تاجیکستان شاهدش است. و بعد از اینکه با چه خوشحالی، با چه مسرتی، با چه خرسندی وارد مسجد شده که 2 رکعت نماز بخوانه، وقتی از مسجد خارج میشه این شیادان و منافقین و جنایتکاران در کمین نشستن که انگار دزدی رو، مجرمی رو، جنایتکاری رو دستگیر میکنن. جرمش این است که 2 رکعت نماز خوانده. و آقای سید مکرم، کمیته دین تاجیکستان، سلیمان دولتوف و کسانی که داد از اسلام میزنن کجا هستن که جلوی اینها رو بگیرن؟ این علم شما، دین شما کجا به دردتون میخوره؟ این تصاویری است که عزیزانمون از این جنایت این فرد از تاجیکستان فرستادن. احمد جان این تصاویر رو داشته باش. این پلیس اسمش از رفیعوف تورخان، ماشین اپل، شماره دولتیش است 2829 ای 03. تشکر میکنم احمد آقای گل. خبر بعدی هم این شخص رو دوستان عزیز تصویرش رو داشته باشن. این شخص یکی از افراد کارمندان امنیت تاجیکستان هست به نام که در نزد مردم به نام KGB معروف است. این شخص از حد زیاد به برادرانی که ریشدار باشند فشار می آورد. اسم این شخص است سلیموف الهام مرادعلی یوویچ. سلیموف الهام مرادعلی یوویچ از شهر نارک ولایت ختلان از ده دوستی. و این شخص 2 دوست دیگر هم دارد که به نام بختی شاه و روزی شاه. 2 مجرم دیگر هم با این همکار هستند به نام بختی شاه و روزی شاه. و چندین تن از برادران ملتزم و ریشدار ما رو بردن و ریشای اینها رو به زور تراشیدن و چند تن از خواهران مسلمان ما رو، حجابشان رو به زور از سرشان برداشتن و زنها و فرزندان دینداران رو میترسانند، توهین میکنند، حتی به اندازه‌ای ضرر رساندن که کودکان و زنان آن منطقه به داد آمدند از دست این کارمندان امنیت. آقای مفتی تاجیکستان کجا هستید شما؟ کمیته دین تاجیکستان کجا هستید شما که جلوی این سگ‌های وحشی رو بگیرید که حجاب خواهران ما رو در تاجیکستان از سرشون بر ندارن و به ریش‌ها و به شعائر دینی تجاوز نکنن، اهانت نکنن. این هم یکی از افراد از جمله اوباش‌های رحمانوف است که به مسلمانان در این منطقه اذیت و آزار فراوانی رسانده است. تشکر احمد جان. و من جا داره که در اینجا تشکر بکنم از عزیزانی که این تصاویر رو برای ما میفرستن و الحمدلله که این جنبش و حرکتی که شروع شده یا رحمانوف رو مجبور خواهد کرد که جلوی این سگ‌های ولگردش رو بگیره در کوچه و خیابان‌های تاجیکستان، یا اینکه با قیام عمومی بساط ظالمین و ستمگاران برچیده خواهد شد. زیرا که دعای مظلوم، بارها گفتم در این برنامه، بترس امام علی رحمانوف، بترس آقای سلیمان دولتوف و دیگر اراکین دولت تاجیکستان، از دعای مظلوم بترسید. شمال وصال رو پارازیت پخش بکنید با کمک ایران و روسیه که تو فرکانس ما کسی نتونه این شبکه رو ببینه. با خدا چی کار میکنید؟ اگر الله سبحانه و تعالی اون سربازان غیبیش رو بر شما مسلط بکنه، همه این اسلحه های روسی و همه دار و نداری که دارید به دردتون نمیخوره. الله سبحانه و تعالی نیست و نابودتون میکنه. از دعای مظلومین بترسید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که از دعای مظلوم بترسید که بین مظلوم و الله سبحانه و تعالی پرده ای نیست. تصویر دیگری که دوستان عزیز برای ما فرستادن،
این شخص اسمش منوچهر است، از شهر نارک، یکی از جواسیس یا خبرکشان امنیت تاجیکستان است. این شخص، این منوچهر اسمش است. این شخص چی میکنه؟ هر خانه‌ای که در اونجا امر به معروف باشه و علما در اونجا دروس دینی داشته باشند، تعلیم قرآن باشه برای کودکان و برای نوجوانان، رفته و پنهانی از این ملاها نوار میگیرند و مدارک میگیرند و بعد از اون این مدارک رو به امنیت میرسانند و به دست این مجرم جنایتکار به نام منوچهر چند تن از علمای تاجیکستان دستگیر شدن، از جمله ملا تاج الدین که تا هنوزم ایشان در زندان تاجیکستان است. این شخص رو، چهره این رو زوم بکن احمد جان که ملت شریف تاجیکستان خاصتا اهالی شهر نارک این جاسوس رو بشناسن و به این شخص اعتماد نکنند. بله، و تصویر قبلی رو احمد جان چشم، این تصویر کمی واضح تر است. خب چهره این رو زوم بکنید که ملت شریف تاجیکستان خاصتا عزیزان ما در شهر نارک این انسان جاسوس و مزدور رو بشناسن. اینها دشمنان دین هستن، اینا هستن که میخوان اسلام را از تاجیکستان از بین ببرن، اما ان شاء الله به زودی بساط خودشون برچیده خواهد شد و از بین خواهند رفت. تشکر میکنم احمد آقای گل. مطلب بعدی هم این تصویر رو احمد جان نشون بده. این قربانوف آرزو، کارمند دادرس که در همون منطقه نارک ایشون هم فعالیت داره. ملت شریف تاجیکستان و خاصتا اهالی این منطقه نمیدونن که از ظلم و ستم و جور این شخص به کی شکایت بکنن. این تصویر ماشینش است و این تصویر دیگری از این شخص. مردم شریف این منطقه بشناسن این جنایتکارها و سگهای ولگرد رو که به جان ملت شریف تاجیکستان افتادن. تشکر میکنم احمد آقای گل. تصویر بعدی این رو هم نشون بدید عزیزانمون در اتاق فرمان. این شخص پیرمردی که در اینجا میبینید و تصویر دیگری هم از ایشون هست. این پیرمرد، ایشون یکی از دهقانهای ناحیه وحدت، اسمشون بابا عبدالغفار، مرد دهقان است از ده یومسراک که بالا، که با فرزندانش در این منطقه مشغول دهقانی بود. در دوران جوانی ایشون پلیس ناظر راه بود و حالا نفقه خور است و به دهقانی مشغول است. یک گناه داشت، این بود که سابق عضو حزب نهضت بوده و این باغ‌ها که می‌بینید این منطقه، این زمین‌ها و باغ‌های ایشون هست. در این منطقه این باغ ایشون هست و اینم زمین ایشون، زمین کشاورزیش در این منطقه و اینم باغش و اینم خود این شخص. این شخص، این مرد پیرمرد رو با همراه 5 فرزندانش تهمت زدن که با آجی حلیم رابطه دارد، در حالی که منطقه بودوباش و سکونت این شخص از رامبد تقریبا حدود 70 یا 80 کیلومتر دور است و با حاج حلیم هیچ ارتباطی نداره ایشون و مقداری اسلحه رو در نزد ایشون آوردند و ویدیو گرفتند و گفتند که ایشون از منطقه رامیت این مسائل رو به اصطلاح اسلحه و چیزا رو آورده، در حالی که ایشون اصلا در اون منطقه نرفته و اونجا رو ندیده و این مرد با 5 فرزندش رو حکومت تاجیکستان تروریست معرفی کردن. این همه تهمت ها و این همه مسائل فقط به خاطر این است که عضو حزب نهضت بودن. ما در طی هفته گذشته تقریبا حدود 10 موردی که به ما گزارش شده و ما به خاطر حفظ
جان اون عزیزانی که این گونه باشون معامله شده است. ما نمیخوایم که اسمشون رو ذکر بکنیم و مناطقشون رو. کسانی که شاید پدر بزرگش مثلا با سید عبدالله نوری یک سلام علیک داشته باشه رحمه الله، یا نمیدونم عموش مثلا با آجی حلیم در فلان مهمانی کنار هم دیگه نشسته بودن، یا پسرش مثلا با پسر حاجی حلیم در فلان مدرسه درس میخونده، یعنی یک سلام علیکی داشتن، همسایه بودن، رفیق بودن، یا یک زمانی حزب حزب نهضت بوده یا فعالیت دینی داشته. اینها رو به جرم تروریست بودن و همکاری با حاجی علی میبرند. طبعا 99.99% این افراد بیگناه هستند، فقط به تهمت همکاری، به تهمت اینکه شما آشنایی دارید و همکار هستید و فلان، اینا رو میبرند. طبعا بعد از اینکه میبرن در مراکز امنیتی و پلیس، در اونجا ثابت میشه که هرگز اینا هیچ گونه همکاری و به اصطلاح هیچ گونه ارتباطی با حاجی علیم ندارن و این حقیقت رو ملت تاجیکستان میدونه که حاجی علیم بعد از اینکه به قدرت رسید حتی ارتباطش رو با حزب نهضت هم کلا قطع کرد. بعد از بازجویی، بازپرسی، وقتی که دلیل پیدا نکردن و این واقع با چند نفر از برادرانی که من شخصا با اونها ارتباط دارم رخ داده که اینها رو بردن گفتن که آقا دلایل آماده است، تهمت ها تیار است، سلاح میاریم جلوت میگذاریم، ویدیو ازت میگیریم، در تلویزیون پخش میکنیم که شما همکار حاجی علیم هستی، یا این کارو میکنیم یا $4,000 بده، $3,000 بده، $5,000 بده، $6,000 بده، تا $10,000 هم رفتن. هر کس رو میبینن که چقدر پول داره به اندازه پولش، فقط به جرم این که تو پدرت با حاجی علیم رفاقت داشته 20 سال قبل، پسر رو بردن چون ایشون مثلا در بازار هست و مغازه داره و پولدار هست یا مشغول تجارت هست، بردن و گفتن که اگر به ما این پول رو ندی تهمت ها ما آماده داریم. مثل همین تهمت هایی که این نمونهش این است، دوستان نشون بدن این تهمت ها. شما رو به خدا به چهره این پیرمرد نگاه بکنید و این با حاجی علیم ارتباط داره، این تهمتش این است که این با حاجی علیم ارتباط داره. فقط میگن تهمت ها آماده است، یا پول بده یا ما تو رو میفرستیم زندان به تهمت تروریست بودن. در اینجا این نکته رو باید آشکار بکنم که آقای امام علی رحمانوف، حکومت تاجیکستان، شما در پی این هستید که به سال حق رو ببندید، صدای حق رو خاموش بکنید. ای کاش کمی عقل می داشتید، منطق می داشتید، در مورد ملتتون فکر می کردید. آیا فکر نمی کنید در این موقع حساس که تعدادی از یاران شما، همکاران شما امروز بر علیه شما کودتا کردن؟ اینا کسایی بودن که دیروز برای خود شما چاپلوسی میکردن. امروز اینها حالا به هر دلیلی که است، یا ظلم و ستم شما رو دیدن، یا واقعیت ها براشون آشکار شد، یا توبه کردن، هر کاری است، ما به اونش کار نداریم و نه از هیچ کس طرفداری هم نمی کنیم. در اینجا شما دارید مردم رو دو دسته به طرف اینا میفرستید. شما حالت اون جوانهایی رو که شما 5,000 6,000 $10,000 ازش میگیرید، میگید که تهمت آماده است و یا پول بده یا که تهمت رو به تو میچسبانیم. شما اینو دو دسته دارید میفرستید پیش حاجی علیم. شما اینا رو دارید بر ضد خودتون تربیه میکنید. این نمونه دیگری است از جنایت ها و مصیبت هایی که ملت شریف تاجیکستان گرفتارش است به خاطر این حکومت. از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. این آقای محترم مفتی تاجیکستان است. تصویرش احمد جان نشون بده. این سید مکرم مفتی تاجیکستان که بلعم باورا رو روسفید کرده و عبدالله ابن ابی ابن سلول اگر که امروز زنده می بود و ایشون رو می دید 1000 مرتبه الله سبحانه و تعالی رو شکرگزاری می کرد که گرفتار این مشکلاتی که ایشون هست نشده بود.
حداقل با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد نماز میخوند، جوانان صحابه را از مساجد منع نمیکرد، به نفع ابو جهل و ابو لهب و امیه ابن خلف فتوا نمیداد، در جهاد شرکت میکرد با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و من فکر میکنم که عبدالله ابن ابی ابن سلول هزاران مرتبه بر این شخص شرف داره که حداقل وقتی که بر علیه مدینه، اهل مدینه و اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم دشمنان اسلام اقدامی میکردن، در کنار مسلمان ها قرار میگرفت، نه در کنار دشمنان اسلام. اما ایشون تصویرش رو نشون بده احمد جان که ملت اینو میشناسن و بهتر بشناسن، همیشه صف دشمنان اسلام رو بر علیه اسلام و مسلمانان انتخاب میکنه. و در این خبر ایشون چی میگه؟ میگه کسانی که کارمندان مقامات امنیتی که در حوادث اخیر کشته شدن، اینها شهید هستند. انگار کلید بهشت دست آقای سید مکرم هست، هر کی رو خواست به بهشت میفرسته و هر کی رو خواست به جهنم میفرسته. تشکر میکنم. و کسایی هم که مخالف ایشون باشه دیگه، اینا خوارج محسوب میشن. این تصویر رو هم نشون بده احمد جان. در اینجا میگه که آجی حلیم و فتنه حزب نهضت که به اصطلاح در تاجیکستان هست، اینا فتنه هستند و خارجیان در این مسئله دست دارن. سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان جنرال حاجی حلیم را دوزخی، خیانتکار و خدمتگار خواجگان خارجی و حزب نهضت اسلامی را فتنه انداز خواند. به به. این خطبه ایشون بود در روز 11 سپتامبر در نماز جمعه. بله دیگه، اینا کلیددارای بهشت هستن، هر کی رو خواستن به بهشت میفرستن و هر کی رو خواستن به جهنم میفرستن. در مورد این حرف ایشون من تعلیقی نمیدم، قضاوت رو به ملت فهیم تاجیکستان میگذارم. یکی از به اصطلاح مسائل غم انگیزی که در هفته گذشته در تاجیکستان رخ داد، احمد جان تصویر رو نشون بدید. در گذشت علامه ریگری در بیمارستان قریه بالا بود. ایشان علامه معروف بودن، از روحانیون معروف تاجیکستان. صبح روز 9 سپتامبر در سن 68 سالگی بر اثر بیماری قلب در بیمارخانه قریه بالای شهر دوشنبه از دنیا گذشتن. انا لله و انا الیه راجعون. ما عرض تسلیت داریم خدمت خانواده ایشون، فرزندانشون و ملت دین دوست و شریف تاجیکستان. واقعا یکی از مصیبت‌ها مرگ علماست، خاصتا علمایی که علمای موحد یکتا پرست باشن. یکی از کلیپ هایی رو که از این عالم بزرگوار ما در اینجا داریم خدمت شما عزیزان پخش میکنیم. احمد جان اگر که صدا و تصویر این کلیپ رو داشته باشید. به نام کلمه حریه، آزادی، دموکراسی. این یکیست که این چه معنی دارد؟ کلمه آزادی حتی میگه بابا شیخ یگان کس کارت نباشه. آقا بشره که نصیحتش نکنی، در مفکوره فکری او عقاید راه راست را نفهمانی، او بیچاره از کجا رحم یابد؟ من او را نصیحتش نکنم، تو نصیحتش نکنی، معلم نصیحتش نکنه در مکتب، همسایه نصیحتش نکنه، او از همون کالبد مادرش مثل قربقه واره برومد، وق کرده به کیناخونه بدوه، وق کرده به ارتیس خونه بدوه، وق کرده به زناخونه بدوه. این ملت سرانجامش چی می شود؟ چی می شود سرانجام این ملت؟ انسان را می شورن، می خیلن، تعلیم می دهن، نصیحت می کنن، دستی او را می گیرن، تازش می کنن، زبان او را در کار می درارن، تلاوت قرآنش می کنن، دستی او را می گیرن به تارد می برن،
پای او را برای راست میبرن تا که او را خیلیده و شوریده انسان میسازن. انسان میسازن او را. خود و خود او آدم نمیشود. کدام دکتر او دکتر شده از خود به خود. کدام انجینیر خود به خود انجینیر شده است. کدام شاعر خود به خود شاعر شده است. و شاعر هم با یک شاعری دیگر استاد اختیار کرده است، تقلید و پیروی او کرده است که او شاعر شده است. شعری هم شاعر دوست داشته است، گپای او را دوست داشته است، اخلاق او را دوست داشته است، بعد او شاعر شده است. جمیع امور با تعلیم و تعلم محتاج است انسان. برای همین الله اولا بندگانش خلق کرد، برای اونا گپ زدن اول نشان داد. خلق الانسان علمه البیان. انسان خلق کرد، تعلیمش داد گپ زدن، که گپ را اول یاد بگیر. گپ از کجا یاد میگیری؟ گپ از کجا یاد میگیری؟ آیا همین مردم همه گپ زنن؟ کدام کسی اون مکتبی گپ زنی را میخواند، استاد ناطق پاکیزه مییابد، سالها در او محنت میکند که او گپ زنی را یاد بگیرد. گپ اول را از کجا؟ از کلام الله مییابی. الرحمن علم القرآن. خداوندی که اول خواندن قرآن را به تعلیم داد. لا اله الا الله محمد رسول الله. که تو زبان را چکایده کرد، این نور کلمه در قلب تو جا گرفت. برای همین بدانید که این کس که هؤلاء الطغاة من بذور الاباحیه والحریه، تخم آزادی را چخیل معنی تفتح الباب. این کلمه آزادی امروز در این ملت ساده لوح، به علم، به شعوری، به جهان نادیده نافهمیده، دروازه چی برای بچه های جوان، برای دخترای جوان، نحو الغریزه الجنسیه، فقط زنا و فحشا را کشاده است. خلاص خطاست. چیم داره ببینه دنیا را؟ فایدهش همین خواهی، نتیجهش که اول ابتداش نوع که این ملت جون گرفته ایستاده است. جونگیریش تأسیس بنیادش فی غریزه الجنسیه، در بچه های جوان، در دخترای جوان، فقط مغرور با موی سرشونه کردن، لوا و ناخونای خود را کرسکا و سنتیک پیتی کردن. در کجا؟ معیشت خانه ها، در لگرهای زیناها، در پس ماشینا سواری کردن. در جوانا باشن، در کجا؟ این تلفانک همه را فساد کرده است امروز جامعه. پدرش نمیگه که دختری من کجا برآمد برفت، بچه من کجا برآمد برفت. نمیدونه که شرمندگی به گردن من است. برای من این کلمه را نباید ملت شعار بکند. این کلمه شعار ملت نیست. کلمه را شعار نجاتش دینی ملت است، عقیده ملت است. برای من و شهوت البهیمیه والاستهزاء بالقوانین المقدسه و تمرد على التقالید الفاضله الفاضحه. چی میگن؟ فقط از پی شهوت حیوانی، از پی شهوت حیوانی. حتی بعضی دنیادارا، پلیاوایی که آنها دکاندار و میلیونیرن، خبرها میرسد که دیگر در وجود آنها ویتامین شهوت تیار شده است. پیش دختر میروه و کالم کده من هر روز زنا بکنم. ای شرمندگی را ببینه.
خانت خدا بسوزه، خانه سوخته. ای او پل ده میمبری ده یک کار خیر او پل صرف کنی. بعضیشون در بالای زنا مرده رفتن، منصبدارای دلار دیگه نمیتونن با کیلو و ترازو میکشنش. انا اخلاقی بدی جامعه به سبب حریت و آزادی. دین، عقیده پاک الهی، تعلیمات آسمانی و ربانی ای در وجود این ملت راسخ بود. در زمان 70 سالی شوروی ها با وجود که حریت دموکرات هم نبود، ملت پاک و پاکیزه بود. این معنا را ندارد کلمه دموکرات که تو یک باره دختر تا ترسک شا در خونه اشش ببراره و برایانه بخکاوی بروه. این معنا را نداره. یا که صغیرت دلارا را بتی بگو در جایی که یک بیوه فحشای در لوای دایره بکاو زینا که بگرد به دوزخ اخت آماده کن. بله، تشکر میکنیم از احمد جان عزیز. الله سبحانه و تعالی ایشان علامه را بیامرزه و به بازماندگان ایشون تسلیت عرض میکنیم. الله سبحانه و تعالی صبر جمیل عطا بکنه و امیدوار هستیم که ملت شریف تاجیکستان و علمای عزیزی که هستند در تاجیکستان از امثال ایشون پیروی بکنن. این است عزت و سربلندی، هم در دنیا هم در آخرت. نه اینکه سرتون رو خم بکنید در نزد ظالمین و ستمگاران به خاطر چارقرانی که به شما میدن. این است عزت و سربلندی که امروز هزاران نفر از ملت شریف تاجیکستان دعای رحمت و مغفرت میکنن. اگه این سید مکرم بمیره فردا، من یقین دارم که همین الانم لعن و نفرین میکنن ملت تاجیکستان و بعد از اینکه از دنیا بره این ملت شریف تاجیکستان لعن و نفرین خواهند کرد شما را آقای سید مکرم. و اینایی که کاسه پیک شراب شما هستن، اینها به دردتون نمیخورن. اینا اصلا شما فردا بری یک لاشه یک الاغی هم به شما اهمیت نمیدن. پس به سوی الله سبحانه و تعالی برگردید که عزت و سربلندی در پیروی از دین مبین اسلام است. مطلب بعدی رو که خدمت شما عزیزان میخوام نشون بدم این است که در احمد جان این تصویر رو نشون بده. تعدادی از مادرانی هستن که به مدرسه رفتن برای اینکه در مورد فرزندان خودشون سوال بکنن از مسئولین مدرسه. به ایشون اجازه داخل شدن به مدرسه رو ندادن و سببش این بود که اینها روسری و حجاب داشتن و از اینها خواستن که اگر میخواهید وارد مدرسه بشید حجابتون رو در بیارید، در کیف دستیتون بگذارید و بدون حجاب وارد مدرسه بشید. ببینید یعنی این وضعیت در کشور تاجیکستان، در یک کشور اسلامی داره رخ میده. کجاست کمیته دین تاجیکستان؟ کجاست مسئولین اسلامی که ادعا میکنن که در به اصطلاح علما هستن و اینها در کمیته دین هستن، اینا به خاطر اسلام تلاش میکنن؟ خیلی هاشون ما میشناسیم، تا دیروز یعنی در دانشگاه های اسلامی درس میخوندن، فارغ التحصیل دانشگاه ام القری، دانشگاه اسلامی مدینه منوره، دانشگاه اسلامی اسلام آباد، از مالزی، از این کشورها فارغ التحصیل شدن. تا دیروز خودشون ریش داشتن، انقدر ریش داشتن بعضیاشون رو من میشناسم. امروز رفتن در اونجا ریش سیبیلشون رو تراشیدن، در کمیته دین نشستن. چه وظیفه دارن؟ کتابی که کتاب عقیده صحیح باشه، کتاب اهل سنت باشه، اینها رو به اصطلاح مانع از نشرش بشن. سبحان الله. یعنی انقدر برای شما 4 سامانی که رحمانوف بهتون میده انقدر براتون اهمیت داره که دینتون رو به خاطر دنیا میفروشید؟ اینا رو نگاه کنید. اینا خواهران شما هستن، مادران شما هستن. اگر ذره غیرت و مردانگی داشته باشید، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ازشون پرسیدن که یا رسول الله، وقتی که فرمودن که گروهی هستن که دیوس ها به جنت داخل نمی شوند، پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی این حرف گفتن صحابه پرسیدن یا رسول الله دیوس کیست؟ گفت کسی که در مورد محارمش، در مورد زنهای مسلمان غیرت نداشته باشه. اینا ناموس شما است آقای سید مکرم.
آقای سلیمان دولتوف، آقای رحمانوف، سردمداران تاجیکستان، چطور راضی میشید که چادر یک زن مسلمان رو از سرش بردارید؟ اینها آمدن الان در اینجا در کنار مدرسه‌ای در اینجا و اهانت میشن، تحقیر میشن. کسی به نام زلفیه علی ایوه، کارمند مرکز تشخیص ملی و وکیل مجلس نمایندگان از ناحیه فردوسی شهر دوشنبه، در تاریخ 8 سپتامبر با خواهران حجاب پوش بدرفتاری میکنه و خواهران حجاب پوش را عیبدار میکنه که شما هستید که در تاجیکستان ناآرامی آوردید. و گفته که این زلفیه علی ایوه گفته که متخصص بسیار است و برای حجاب پوش جای نیست. میگویه که به این خواهرای حجاب پوش میگه که شما اگر اینقدر با ایمان باشید پس چرا واجب بودن امر پادشاه را رعایت نمی کنید؟ به به، ایشون زلفیه علی ایوه باید مفتی اعظم تاجیکستان بشه، داره فتوا میده که باید امر پادشاه رو باید اطاعت بکنه. نمیدونه که لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. هر کسی که میخواد باشه، هر انسانی ولو اینکه صحابی باشه، تابعی باشه، عالم دین باشه، وقتی شما را امر میکنه به معصیت الله سبحانه و تعالی نباید ازش اطاعت بکنید. بعد میگه که سرور دولت از شما میخواهد که حجاب نپوشید. شما مخالفت کردید و حجاب پوشی میکنید، بعد شما خوارج هستید. زیرا که هر کسی که بر علیه رحمانوف صحبت کرد، به نظر عده‌ای از این گمراه‌های مرجعه و اینایی که کاسلیسان کمیته دین تاجیکستان، اینا خارجی هستن. چرا خارجی هستن؟ چون بر علیه حضرت امیر مومنین آقای امام علی رحمانوف خروج کردن، حرفی گفتن بر علیه ایشون. اگر اینطوری باشه همه صحابه که بودن در دوران خلافت ابوبکر و عمر و عثمان همه خارجی بودن. عمر ابن خطاب در سر منبر صحبت میکرد، میگفت که بشنوید و اطاعت کنید. صحابی بلند شد گفت نه میشنویم نه اطاعت میکنیم. امیر مومنین فاتح فارس و روم و فلسطین، این سرزمین های ایران و فلسطین و سوریه و عراق و ایران و همه این مناطق در زمان سیدنا فاروق اعظم سراج الجنه عمر ابن خطاب خار چشم روافض فتح شده. این پادشاه، این امیر، این خلیفه قدرتمند اسلام بالای منبر خطبه میگه بشنوید و اطاعت کنید، که بلند میشه میگه که نه میشنویم نه اطاعت میکنیم. چون این لباسی که بر تن توست، مثلا نفری 2 متر پارچه داده بودن به همه مسلمان ها، تو هم 2 متر گرفتی، ما هم 2 متر گرفتیم، تو قدت بلندتر است، چرا لباس تو به اندازه تنت هست، در حالی که 2 متری که ما مثلا قد متوسط داریم به اندازه ما لباس شده، پس حتما تو بیشتر گرفتی. سیدنا فاروق اعظم چی میگه؟ به کگبی امر میکنه که یالا بگیرید این خارجی پدر سوخته رو به دار بزنید که بر علیه امیر مومنین صحبت کرده. میگه نه راست گفتی. پسرش عبدالله رو طلب میکنه که قضیه چیه؟ میگه که ای امیر مومنین، من لباسی که حق خودم بود به شما دادم تا لباسی بر تن شما دوخته بشه. بر سر منبر امیر مومنان میگه که اگر من از راه دین خارج شدم، اگر کجروی کردم چیکار میکنید؟ یکی بلند میشه شمشیرشو در میاره، میگه که با این شمشیر کج راستت میکنیم. حضرت عمر در یک فتوایی اشتباه میکنه، زنی از بین جمعیت بلند میشه میگه که نه ای عمر تو اشتباه کردی، حقیقت چیز دیگری است. و حضرت عمر تایید میکنه. و اینا 4 تا جانوری که از دین بوی نبردن غیر از چابلوسی ظالمین و ستمگاران، میگن بله وصال حق خارجی است چون بر علیه آقای رحمانوف صحبت کرده. و یا کسانی که حجاب سرشون میکنن اینا خارجی هستن چون که ولی امر فتوا داده که شما حجاب نکنید. کسانی که ریش میگذارن خارجی هستن چون ولی امر گفته که شما ریش نگذارید.
الله سبحانه و تعالی شما رو با اون ولی امرتون یک جا محشور بکنه در اسفل السافلین، یا هدایتتون بده اگر قابل هدایت هستید. تشکر میکنم از شما عزیزان. این تصویر رو هم اگر که احمد آقای گل نشون بدن. ایشون یکی از، چون به شما عزیزان قول داده بودیم که در مورد کسانی که بر علیه وصال حق و بر علیه برنامه‌های روشنگرانه ما تبلیغات میکنن هم مطالبی رو داشته باشیم. ایشون عبدالایوف نظام الدین سرخطیب نایه نورآباد هست، یکی از خطیبای درباری در تاجیکستان که در صحبت‌های خودش بر علیه وصال حق ناسزا گفته و صحبت‌هایی داشته که من کلیپش الان پخش میکنم. تشکر احمد جان. این کلیپ رو ببینید، بعداً صحبتی خواهیم داشت در موردش. سیاست پیشگرفته و خیرتمندانه جناب عالی محترم مولانا رحمان است و نسبت همه ما زیادتر غم جمعیت می‌خورد برای پیشرفت ترقی و ما هم همچون مسئول، مخصوص خطیب‌ها، همچون مسئول برای امنیت ملت، برای امنیت دین باید محافظ باشیم و اصل مقصد این است که دولت‌های ابرقدرت هر کجای مردم مسلمان نشینند جمعیت اوها را نمیخواهد، اتفاق اتحاد اینها را نمیخواهد. به هر واسطه این جمعیت ها منو پریشان کرده است. فکر دارد حالی برنامه شبکه های ویسال و اینها همه جنگ انداز است. اینا انگلی از کجا پروای اسلامی ما و شما دارد، فقط نقشه این چیز است. تشکر میکنم از احمد آقای گل. همین از تاجیکستان برای ما پیام رسیده که این من تصویر ایشون رو بیارم. بله احمد جان این رو نشون بدید. این پیرمردی رو که لحظات پیش تصویرشون نشون دادم، 2 تا از فرزندان ایشون رو به شهادت رسوندن، نظام با فرخ. 2 تا از فرزندان ایشون رو که زندانی بودن در نزد دولت تاجیکستان، بابای عبدالغفار، این مرد دهقان از ده یومسرا که بالا که با فرزندانش در اونجا دهقانی میکردن و ایشون رو به جرم همکاری با آجی حلیم بردن و چون پول نداده اسلحه در جلوش گذاشتن و گفتن که بله ایشون هم کار بوده با آجی حلیم و در حبس 2 تا از فرزندان ایشون رو، نظام و فرخ، 2 تا از فرزندان ایشون رو به شهادت رساندن که الله سبحانه و تعالی انتقام این شهدا و این مظلومین رو از ظالمین بگیره. تشکر میکنم از احمد جان گل. صحبت های این عالم درباری رو شنیدید که در مورد وصال حق و اهداف وصال حق صحبت میکرد. برای همه عزیزان مثل روز روشنه که ما در تاجیکستان نه سرمایه‌ای داریم در اونجا، نه ملک و زمینی داریم، نه حقوق بگیر دولتی هستیم که ما بترسیم که والا برای رئیس به اصطلاح وزیر خارجه فلان کشور نامه محرمانه بفرسته وزیر خارجه ایران که جلوی فلان شبکه را بگیرید. ما از همه این چیزای شما خبر داریم، حتی از محتوای این نامه هایی که اینور اونور میفرستید. یا دست به دامان رژیم ایران بشید که بیایید و شبکه وصال حق رو با ما کمک بکنید که این شبکه رو ببندیم، یا دست به دامان روسیه بشید که جلوی برنامه‌های ما رو بگیره. ما نه حقوق بگیر فلان کشوری هستیم که از وزیر خارجهش بترسیم یا از پادشاه و از رئیس جمهور و از فلان و علانش بترسیم. ما تنها کسی که از او میترسیم ذات اقدس الهی است. و والله الذی لا اله الا هو. تا خون در بدن داریم در افشا نمودن چهره های ظالمین و ستمگاران و دفاع از مظلومین از هیچ کوشش دریغ نخواهیم کرد، چه در تاجیکستان، چه در ایران، چه در افغانستان، چه در سوریه، در عراق، در هر گوشه دنیا، در یمن، هر جایی که باشه. و تابع سیاسات هیچ کشوری هم نیستیم. خیالتون جمع باشه. بگید که وزیر داخلتون هم نامه بفرسته، وزیر خارجتون هم نامه بفرسته، رئیس پارلمانتون هم نامه بفرسته، خود امام علی هم نامه بفرسته، هر غلطی که میخواید بکنید.
این جواب این آخوند درباری در قرآن کریم است. ما نه از وصال دفاع می کنیم، میگن مشکان است که ببوید نه آن که عطار بگوید. ملت شریف تاجیکستان وصال رو هم دیدن، شبکه‌های دیگر هم دیدن، رادیو تلویزیون تاجیکستان و ایران رو هم دیدن، حرفای رحمانوف و سید مکرم و غیره هم شنیدن، حرفای ما هم شنیدن. الله سبحانه و تعالی، احمد جان اگر این آیه رو نشون بدی، سوره بقره آیه 159. این آیه جوابی است به این آقا و به کسانی که مانند او برای این ظالمین ستمگاران میرقصند. ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى، کسانی که آنچه را که از هدایت و دلایل روشن نازل کردیم پنهان میکنند. من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از اینکه ما آشکار کردیم این مطالب رو در کتاب، چه در تورات، چه در انجیل، چه در قرآن، در کتب آسمانی. اولئک، اینها، یلعنهم الله، الله سبحانه و تعالی اینا رو لعنت میکنه، و یلعنهم اللاعنون، و لعنت کنندگان از مؤمنین و فرشتگان و انسانهای صالح اینا رو لعنت میکنه. الا الذين تابوا و اصلحوا، مگر کسانی که توبه کردن و اصلاح کردن خودشون رو و اعمال خودشون رو اصلاح نمودن. و بینوا، و حقیقت رو آشکار کردن، گفتن برای مردم. فاولئک، اینها کسانی هستن که الله سبحانه و تعالی میگه اتوب علیهم، توبه اینها رو میپذیره. الله سبحانه و تعالی توبه اینها رو میپذیره. و انا التواب الرحیم، و من توبه پذیر مهربان هستم. این آیه و این سوره مبارک یکی از جوابهایی که ما به این آقا میدیم. همچنین در سوره بقره الله سبحانه و تعالی در آیات بعدی، من خدمتتون نشون بدم که در مورد این افراد و این گونه انسانها چه میگه. و در آیه 174 در 174 سوره بقره، من میخوام اینجا نشون بدم در صفحه تلویزیون خدمت شما عزیزان. این آیه مبارک، آیه 174 تا 175، عده‌ای از انسانها رو که از طبقه علما هستن معرفی میکنه. صفات اینها رو، عذابی که الله سبحانه و تعالی برای اینا در نظر گرفته. اینا برای انسان‌های عادی نیست. شما خاطرتون جمع باشه ملت شریف تاجیکستان، اینها برای اون علمایی است که این برای سید مکرم است، برای سلیمان دولتوف است، برای این نکره‌ای که الان ویدیوشو نشون دادیم عبدالایوف، و برای ایناست. ان الذين یکتمون ما انزل الله من الكتاب و یشترون به ثمنا قلیلا، کسانی که پنهان میکنن، کتمان میکنن آیات الهی رو. حجاب فرض است، میگه نه خب حالا اطاعت ولی امرم فرض است. ریش واجب است، میگه نه حالا که کوتاه بکنی اشکالی نداره. نوروز بدعت است، میگه نه این یکی از اعیاد به اصطلاح عنعنوی تاجیکستان است، اشکالی نداره. کلیپ آقای سید مکرم رو شاید دیده باشید. ان الذين یکتمون ما انزل الله من الكتاب و یشترون به ثمنا قلیلا، کسانی که پنهان میکنن آنچه که الله سبحانه و تعالی نازل کرده از آیاتش در کتابش و این آیات رو به بهای اندک میفروشن. اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار، اینایی که حقوق بگیر کمیته دین هستن و دین رو پنهان میکنن نمیخورن در شکمهای خود مگر آتش. در شکم اینها چیزی جا نمیگیره مگر آتش. این سامانی هایی که دولت به اینا میده به خاطری که پارس بکنن به نفع دولت، اینها در شکمهای اینا این سامانی ها تبدیل به چی میشه؟ به آتش میشه. ولا یکلمهم الله یوم القیامه،
الله سبحانه و تعالی با اینها صحبت نخواهد کرد در روز قیامت. ولا یزکیهم، و اینها رو پاکیزه نمیکنه. و لهم عذاب علیم، برای اینها عذاب دردناک است. اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى، اینها کسانی هستند که گمراهی رو، هدایت رو فروختن، گمراهی رو خریدن. چه بد تاجری است که در این تجارتش در دنیا ضرر بکنه. اینها در تجارتشون با الله سبحانه و تعالی ضرر کردن. قرآن خوندن، از ما بهتر قرآن میخونن. درس دینی خوندن، از دانشگاه اسلامی فارغ التحصیل هستن، اما اینا چی کار میکنن؟ اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى، گمراهی رو با فروختن هدایت خریدن. والعذاب بالمغفره، عذاب الهی رو با دادن مغفرت. الله سبحانه و تعالی میگه که من شما رو مغفرت میکنم، جنت نصیبتون میکنم، اما اینها این مغفرت الهی رو میفروشن، در قبالش چی میخرن؟ در قبال مغفرت الهی عذاب رو میخرن. فما اصبرهم علی النار، چه چیز اینها رو در مقابل آتش دوزخ صبور خواهد داشت؟ یعنی چطور میتونن در مقابل آتش دوزخ اینا صبر و تحمل بکنن؟ آیا سید مکرم و سلیمان دولتوف میتونه در مقابل آتش جهنم صبر بکنه، تحمل بکنه که امروز حق رو پنهان میکنن، به ساز باطل میرقصن، از خدا نمیترسن، از عذاب الهی نمیترسن، از عذاب جهنم خوف و هراس ندارن؟ فردا که روز قیامت لجام آتشین رو بر دهان شما بزنن که چرا شما عالم بودید، دین رو میدانستید، چرا نگفتید برای مردم؟ چرا پنهان کردید؟ چرا مردم رو گمراه کردید؟ در اون روز هر چی که داد و واویلا بکنن، در اون روز هر چی که به سر و کله خودشون بزنن، در اون روز هر چی بگن یا لیتنی کنت ترابا، در اون روز هیچ به اونها سودی نخواهد رسید. یک آیه دیگه خیلی جالب هست. من سوره اعراف آیه 175، ما وقتی که در قرآن کریم میبینیم الله سبحانه و تعالی وقتی که میخواد وضعیت علمایی که به علمشون عمل نمیکنن، به دین عمل نمیکنن رو بیان میکنه، اینها رو مثال میزنه به خر، به مرکب، به الاغ و به سگ که مثلا حیوانی است نجس. مردم وقتی که حتی سگ به ظرفی اگر زبان زد، اونو چقدر میشورن تا پاکش بکنن، بعضی شاید اصلا استفاده نکنن. ببینید در این آیه رو من بذارید که با صدای شیخ سعد الغامدی این آیه رو بشنویم. احمد جان صدا تصویر رو داشته باشید. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. بله، به این آیه نگاه کنید. ما از این آیه که در آیه 175 است، در اینجا الله سبحانه و تعالی میگه که برایشان سرگذشت کسی را بازگو کن که آیاتمان را به او دادیم. یعنی علم دادیم، رفتن درس خوندن، مدرسه خوندن، حفظ قرآن کردن، شهادتنامه هم که ببینید بله متخرج دانشگاه اسلامی
فلان کشور یا فلان جا، یا مثل این آخوندا در حوزه علمیه قم، حوزه علمیه نجف، فیضیه و فلان اسمای بزرگ بزرگ. برایشان سرگذشت کسی را بازگو کن در این آیه 175 که آیاتمان را به او دادیم ولی او از آن جدا شد و شیطان بر او دست یافت و بدین ترتیب در شمار گمراهان قرار گرفت. آیات الله سبحانه و تعالی رو میدونن. شما فکر میکنید که آقای سید مکرم نمیدونه؟ باور کنید همه حلال و حرام رو میدونه، اما چی شده؟ شیطان رو انتخاب کرده. آیه بعدی چی میگه؟ اگر میخواستیم مقامش را به وسیله این آیات بالا میبردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که این قرآن قومی را عزت و منزلت میده و قومی رو به خاک ذلت و مسکنت میشانه. قومی که به قرآن عمل کردن الله سبحانه و تعالی عزتشون میده، قومی که قرآن رو زیر پا گذاشتن و از قرآن دور شدن خوار و ذلیل میشن. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه میفرماید که ما قومی هستیم که الله سبحانه و تعالی به وسیله اسلام به ما عزت داد. هر وقت که عزت را در چیزی غیر از اسلام جستجو کردیم الله سبحانه و تعالی ما رو ذلیل میکنه و این سنت الهی بر همه جاری است. عرب ها روزی که قرآن داشتن با قرآن عمل میکردن و پیروی میکردن از قرآن، از تاجیکستان گرفته تا چین، از اسپانیا گرفته تا ایران، از اروپای شرقی گرفته تا مرزهای فرانسه، همه جا عزت و سربلندی برای مسلمان ها بود. روزی که به قرآن عمل نکردن، یک اسرائیل با 1 میلیون جمعیت اومده وسطشون همه رو خوار و ذلیل کرده. و این چنین هر ملتی که به قرآن و به دین عمل بکنن سربلند و با عزت خواهند بود و هر کس که به قرآن عمل نکنه خوار و ذلیل میشه. در ادامه این آیه میگه که ولی او به پستی گرایید و از خواهش نفس خیش پیروی کرد. مثالش مثله کمثل الکلب، مثالش مانند سگی است که اگر به آن حمله کنی دهانش را باز و زبانش را بیرون می آورد. اگر ما بر علیه آقای عبدالایوف اگر صحبت می کردیم، این مسئله قرآنی در مقابلش صدق می کرد. حالا که در موردش صحبت هم نکردیم، حق رو گفتیم، اما چون صفت سگ هست باید این عمل را انجام بدن. آیه رو دقت بکنید، خیلی جالب است. میگه مثالش مانند سگی است. مثالش مانند سگی است که اگر به آن حمله کنی دهانش را باز و زبانش را بیرون می آورد و اگر او را به حالش واگذاری باز هم زبانش را بیرون می آورد. چون سگ است، ببینید خیلی، ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث، چه به طرفش حمله کنی زبانش رو در میاره، دهنش رو باز میکنه، و اگر حمله نکنی زبانش رو در میاره، دهنش رو باز میکنه. این صفت سگ هست که الله سبحانه و تعالی عالمانی رو که به علمشون عمل نمیکنه مثال میزنه به چی؟ به سگ. در ادامه آیه الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ مثال کسانی است که آیاتمان را دروغ میپندارند، تکذیب میکنند و انکار میکنند و این داستانها را برایشان بازگو کن تا بیندیشند. و در ادامه چی میگه؟ ساء مثلا قوم الذین کذبوا بآیاتنا و انفسهم کانوا یظلمون. چه بد است مثال کسانی که آیاتمان را انکار نمودند و همواره به خود ستم نمودند. و آیات، باور کنید که دوست داره انسان که همه این آیات رو ترجمه بکنه، در اینها تفکر بکنه و دقت بکنه که حالت خیلی از مسلمان های امروزی رو الله سبحانه و تعالی بیان میکنه. خواری و ذلت و پستی که بعضی از این علما در این بعضی از حکومت های ظالم و ستمگر هستن، واقعا آدم تعجب میکنه چگونه سگها رو در پشت در خونه میبندن، تکه نانی رو به طرفش پرت میکنن. به خدا حالت این علمایی که در بعضی از این دربارها زندگی میکنن، در بعضی از این حکومت‌های ظالم و ستمگر، از اون سگم بدتره. تیکنانی رو به طرفش پرت میکنن و این مجبوره که به خاطر همون تیکنان پارس بکنه به نفع این دولت‌ها.
حق رو باطل جلوه بده، باطل رو حق جلوه بده. از این به بعد از برنامه آینده ما در هر برنامه کلیپ‌هایی از عالم نماهای درباری که بر علیه حق و حقیقت و بر علیه وصال حق صحبت کردن رو پخش خواهیم کرد و مثال‌های جالبی هم از قرآن کریم، آیات دیگری هست که انشالله در مورد این اشخاص خواهیم گفت. میان برنامه می‌بینیم و شماره تلفن‌های برنامه زیرنویس میشه و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و صدای گرم شما عزیزان را خواهیم شنید. همونطوری که خیلی عزیزان دارن می‌بینن، پخش برنامه‌های زنده شبکه بر روی فرکانس 11317 فرکانس قبلی ما فقط برنامه‌های زنده و اونم بعضی از برنامه‌های زنده رو تشکر می‌کنیم از کانال الجمیل که به ما اجازه دادن که این برنامه‌های زنده‌مون رو بر روی این فرکانس بعضی از برنامه‌های زنده رو پخش بکنیم. من از مسئولین این شبکه، از برادران و خواهرانی که در این شبکه فعالیت میکنن، گرچه زبان ما رو نمیفهمن، شاید بینندگان اونها هم زبان ما رو متوجه نشون، اما این اخوت است، این برادری است که با وجودی که عرب هست نمیدانه پول داده برای این فرکانس و این فرکانس رو در اختیار خودش داره، اما چون درد ملت شریف تاجیکستان رو احساس میکنن و میدونن که این فرکانس، وقتی بهشون گفتیم که این فرکانس در خانه های عزیزان تاجیکستان وجود داره، اجازه بدید که ما این برنامه رو به مدت دو نیم ساعت تقریبا پخش بکنیم، گفتن ما با افتخار این اجازه رو به شما میدیم. الله سبحانه و تعالی جزای خیر بده. این است مثال پیامبر صلی الله علیه و سلم که وقتی مثال زدن که مثال مسلمان مانند جسد واحدی است. وقتی که عضوی از اعضای بدن انسان درد بکنه، رنجور بشه، بیمار بشه، وقتی شما زکام میشید، وقتی دستتون درد میکنه، خدای نکرده دست و پا جایی بشکنه، ببینید همه بدن انسان ناآرام است. این مثال رو پیامبر برای مؤمنین میزنه که مثل مؤمنین که مثل الجسد الواحد، مثال مؤمنین مانند یک جسد است. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والعمى. وقتی که یک عضوی از بدن انسان درد بکنه، همه بدن رنجور میشه، همه بدن بیمار میشه. میگن که فلانی بیمار هست در حالی که دستش درد میکنه، اما میگن که فلانی بیمار است، احمد بیمار است، محمود بیمار است. البته احمد جانمون که ماشاءالله تندرست و نشیط و صحتمند است. این مثال مؤمن است. اگر در تاجیکستان به خواهر مسلمان ما ظلم میشه، حجابش از سرش برداشته میشه، اگر در تاجیکستان به ریش برادر مسلمان ما اهانت میشه، اون مسلمانی که در آمریکاست، در اروپاست، در عربستان است، در افغانستان است، وصال حق است، هر شبکه و هر انسان مسلمان با دردی است، باید احساس درد بکنه، باید فریاد مظلومیت برادر مسلمان، خواهر مسلمانش رو به گوش جهانیان برسانه. اگر کسی این احساس رو نداره، مسلمان نیست، مؤمن نیست. الله سبحانه و تعالی میگه انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم دیگه برادرن. چطور من برادر تو مسلمان باشم و درد و رنج و عذاب تو رو ببینم و از کنار تو چشمم ببندم بگذرم؟ حتی قبل از اسلام، قبل از برادری، ما همه انسانیم. بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. سید مکرم سلیمان دولتوف، تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. میان برنامه میبینیم و بعد از اون ان شاءالله تماس‌های شما عزیزان رو خواهیم داشت.
با سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خاصتا عزیزانی که در تاجیکستان برنامه ما رو دارن میبینن. تاجیکستان، دردها و آرزوها. و الانم نوبت شما عزیزان است که در مورد دردها و آرزوهاتون بگین. من خواهش میکنم از عزیزانی که تماس میگیرن، به مجرد اینکه تماس شما برقرار میشه با شبکه، لطف کنید صدای تلویزیونتون رو کاملا ببندید. و عزیزانی که از طریق اسکایپ دارن تماس میگیرن، لطف کنن که اسکایپشون رو چک بکنن، صدا و مایکشون رو، و موقعی که تماس برقرار میشه لطف کنن که صدای تلویزیونشون رو همچنان ببندن. و در صورت اینکه شماره تلفن هایی که تماس میگیرید مشکل ایجاد شد و نمیشد که تماس بگیرید، عزیزان لطف بکنن به واتساپ شبکه سریعا اطلاع بدن تا دوستانمون در کنترل شبکه انشالله شماره تلفن رو عوض بکنن، چون در طول برنامه ما 2-3 مرتبه شماره رو عوض میکنیم، شماره رو میبندن در تاجیکستان، در ایران، تا نتونه کسی تماس بگیره. احمد جان، تلفن ها با شما و مانند همیشه اسکایپ هم من از اینجا انشالله دوستان رو خواهم گرفت. اولین تماس رو میگیریم از طریق تلفن. بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای انصاری، خسته نباشید. سلامت باشید. ببخشید این شبکه به صلاح حق این دو تا فرکانسی که دادین بعد الان اینا نمیگیره. بعد الان ما فقط این شما چیز دادین که الان شما رو دیدیم. اصلا ما نداریم شبکه به صلاح حق. بله، به صلاح حق رو فرکانس های یوتلسات، روی یوتلسات شما میتونید ببینید. اگر ماهواره یوتلسات نصب بکنید بدون پارازیت، بدون مشکل میتونید ببینید. و برنامه های زنده رو روی همین فرکانسی که فعلا کانال الجمیله هست، فقط موقع برنامه زنده میتونید که برنامه های وصال رو ببینید و بعد از اینکه برنامه زنده تموم بشه برنامه های عربی خواهد بود. من فکر کردم باز دوباره این شبکه به صلاح شده. انشالله امیدوار هستیم که بتونیم دوباره به زودی رو برگردیم. زنده باشید خواهر گرامی. الله مطالب ستون کنه. اگه فرکانس جدید که بدین روی هاتسپات خیلی خوب میشه. انشالله، حتما انشالله، حتما انشالله. تشکرش. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون. بعد از طریق اسکایپ میگیریم بیننده عزیز رو. بله، سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی لطف کنید صدای تلویزیونتون رو ببندید. بفرمایید. سلام علیکم. بیننده بعدی از طریق اسکایپ. سلام علیکم، بفرمایید. از طریق اسکایپ بیننده عزیز بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با استاد انصاری صحبت میکنم. دارید با من صحبت میکنید. صدای شما داره پخش میشه در برنامه زنده. بفرمایید. صدای من خوب است؟ صدای شما کاملا خوب. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری، ما دوست داریم شما هستیم، ان شاء الله در شما دعا میکنیم. سلامت باشید برادر عزیز. بفرمایید. خدا جزای خیرتون بده. استاد انصاری، من درباره تاجیکستان صحبت نمیکنم. همه میدونن که بسیار در تاجیکستان چه گپ است، چه خبر است. من درباره انسان هایی که در تاجیکستان هستند صحبت میکنم. بفرمایید. اگر اجازه باشد یک دو سخن داشتم. استاد، در تاجیکستان شخصان پیدا شدن که شیعه رافضی پیدا شدن که بسیاری مردم تاجیکستان گمراه. یکی از اینها یک زن می باشد که با نام زینب کبرا مردم تاجیک را بسیار به دعوت‌های گمراهی خود، رنگ‌های خودش بسیار مردم تاجیک را به سوی خود گمراه کرده است. و آن کار و فعالیت خود را به یگام فعالیت خود در تاجیکستان میبرد. یعنی آزادانه فعالیت میکنه، حکومت هم چیزی نمیگه بهش. آزادانه فعالیت میکنه. و ما برادران از روسیه به شما زنگ بزنیم
و من چند بار ما که برادرای عقیدوی شما هستیم، برادرای عقیده اهل سنت هستیم و به اون شخصانی که گمراه هستند با آنها میگوییم، میفهمونیم از عقیده هم مسخره میکنند. درست. خیلی سنت نیست، این خیلی بابا بیمو، این خیلی گفتن و این خیلی گفتن و آنها بسیاری از آنها میگویند درست. الله‌های ما وقتی که سلام میکنیم آنها به ما پول میدهند و در کدام در راه باشد، خود در خانه باشد، خود در مسجد باشد، خود در کجا باشد، وقتی که ما سلام میکنیم آنها به ما پول میدهند. این خیلی فتنه و این خیلی گمراهی در روز تا روز زیاد شده ایستاده است. درست. تشکر از شما. من انشالله در این مورد صحبت میکنم. تشکر از شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ببینید، عده‌ای از دوستان قبلا میگفتن که شما در مورد شیعیان حکومت تاجیکستان داره به قوت بر علیه اینا عمل میکنه و اینها حکومت اینا رو خطرشون رو درک کرده. این کسانی که اینطوری فکر میکردن فریب خوردن، اشتباه کردن. بالعکس حکومت تاجیکستان داره به قوت با شیعه ها همکاری میکنه، با ایران همکاری میکنه که رافضه‌گری، شیعه‌گری رو در تاجیکستان رونق بده. چرا؟ شیعیان رافضی صفتهای یهود رو دارن، چون اصل رافضه‌گری برمیگرده به یهودیت. اینا صفتهای یهودی ها رو دارن، با مال، با جنس یا با شهوت و با نفوذ در بین اراکین دولت ها سعی میکنن که جای پا برای خودشون پیدا بکنن. مثلا برای دولت رافضی ایران هیچ مشکلی نداره که ناموس ایرانی ها رو به حراج بگذاره. در امارات، در بانکوک، در ترکیه، در خیلی از کشورها میبینید که باندهای روسپیگری رو خود همین سپاه پاسداران ایران اداره میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر خریدن کی؟ سیاستمدارها، علما، شخصیت‌های مؤثر، تجار. در تاجیکستان هم همین سلسله روان داره. در تاجیکستان اینها با پول، با دادن مناصب و قدرت در اونجا دارن مردم رو به طرف رافضه‌گری میکشانن و حکومت تاجیکستان داره به قوت از اینا دفاع میکنه. یک نمونه رو به شما عزیزانی که در روسیه هستین بگم. در طول این چند سال چه تعداد از جوانان تاجیک در روسیه به شهادت رسیدن به دست قومگراهای روسی، به دست مجرمین و به بهانه‌های مختلف. یک روزی سفیر تاجیکستان قدم رنجه فرموده به خانه این جوان از حالش بپرسه، از پدرش، مادرش، مشکلاتش؟ یا کدام روز شما مهاجرینی که در اونجا در به در تاجیکستان دارید کار میکنید از حالت شما پرسیده؟ تا خیرالدین، اون رافضی ملعونی که در اونجا فعالیت داره و جوانان تاجیک رو براشون کلاس‌های رافضه‌گری میگذاره در اونجا تا افکار اونها رو منحرف بکنه، تا 2 تا چاقو خورده بود، زخمی شده بود، سفیر تاجیکستان رسما اعتراض کردن و که یکی از جوانها و به اصطلاح بزرگان علمای تاجیکستان زخمی شده، چرا باید اینطوری بشه؟ اینا همه نشان دهنده این است که از رحمانوف گرفته تا سفیراش همه به ساز ایران میرقصن، نوکر ایران هستن، از ایران پول میگیرن و تاجیکستان رو به ایران فروختن. متاسفانه در این داد و ستد، در این فروش تاجیکستان، بعضی از منتسبین به اسلام و اهل سنت هم به خاطر قدرت، به خاطر پول، حالا من شاید یک روزی مجبور بشیم که تک تک اینها رو اسماشون رو بگیم، اگر که خودشون رو اصلاح نکنن مجبور میشیم یک روز یک مستندی در مورد خیانت هایی که بعضی از افراد منتسب به اهل سنت در تاجیکستان انجام دادن رو بازگو بکنیم برای ملت تاجیکستان. ما میدونیم که تاجیکان عزیز بیدار هستن و میشناسن اینها رو. از طریق اسکایپ. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. خب تماس ایشون قطع شد. تلفن احمد جان. بله، سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من از تاجیکستان، انشاءالله از شهر استراشم. از شهر استراشم. محمد انصاری. بفرمایید. کمی بلندتر صحبت بکنید حضرت جان. من اولین بار با شما صحبت میکنم.
یک سوال و یک شکایت داشتم در حق دولت تاجیکستان. بفرمایید. استراشان ما یک جای کتاب فروشی اسلامی دست میده، کتاب های اسلامی را میفروشن. بله. لبی حوض میده. همونجا یک شیعه هست، شیعه رافیزی هست. بر رافیزی فایده دیگه پتین داره. پتین داره که باید فعالیت کند. بازار با مگزین عدن مگزین دارد. اینی که با سنی حالیش نیاد برای همسنی من، برای یک برادری من سنی کتاب میفروخت، اون رو ندادن، پتین ندادن باید. اول بودن شنوندن به جمعی همین تروریستی بودن شنوندن. درست. یکی اون شیعبان رافیزی بر پتین بیمالان شدگی لبی حوض و فعالیت میکند، فرمان گوش که دی باید مگزین دیگه دارد. یکون که دیگه مشکلی نداره دیگه. همه طرف اوزادانه کار کرد. درست. یک سوالی دیگه گوشتم برادرم سوالی. بفرمایید. مثلا پاسپورت گرفتن و سطح بریش نمونم. همین مثلا ما اویلم به پاسپورت نگیستگی زدرم پاسپورتی ملی سطح بر اجازت نیست. همین مثلا ما چکا کنیم سطح رافته گیریم. متوجه نشدم. دوستان عزیزی که در کنترل شبکه هستن، اگر شما متوجه شدید سوالشون رو به من بگید. اگر واضح‌تر لطف کنید سوالتون رو مطرح کنید. پاسپورت ملی تاجیکی بله. با سطح گرفتن اجازت نداره. متوجه نشدم. پاسپورت ملی تاجیکی باش. سطح گرفتن اجازت ندارم. اجازت نمیتونم که ما اعلامه با سطح دخترام فرزندام با سطح پاسپورت گیریم. باش. چشم. این مشکلی برای ما مشکلی داره که این صحبت ما چکار کنیم. چشم. سطح چه رفته گیریم. چشم. در این مورد صحبت میکنیم. زنده باشید. تشکر از شما. آمین. سلامت باشید. تشکر از شما. اولا صحبت این برادر از شهر استراوشن تأکیدی بود بر حرفایی که زدیم که این حکومت در خدمت شیعیان هست، برای شیعیان کار میکنه، به اونها مجال میده در حکومت. دلیل واضحش هم صحبت همین برادرمون از شهر استراوشن که میگه در اونجا کتاب فروشی روافض هست، آزادانه کتاب میفروشن، کسی به اونا کار نداره. وقتی اهل سنت اومدن کتاب فروشی باز کردن، اینا رو بردن زندان کردن، حبس کردن و اینها رو باز داشتن از این کار. در مورد حجاب و پاسپورت، ببینید برادر عزیز بزرگوار، پاسپورت، تجارت، ویزای از حج گرفته تا هر کشور دیگه، همه اینها، هر مسئله دنیوی اگر میخواد در مقابل عقیده من قرار بگیره، در مقابل ایمان من قرار بگیره، در مقابل دستورات الله سبحانه و تعالی قرار بگیره، همه رو ما زیر پا میگذاریم. من در شروع صحبت در مورد غربت اسلام گفتم این یکی از نمونه های غربت است. فتوبا للغربا، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند خوشا به حال کسانی که در اون زمان از جمله غربا هستند. یکی شما هستید، یکیش ملت شریف تاجیکستان هست. در قرن 21 در این زمان شما در غربت زندگی میکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که فتوبا للغربا. توبا میگن طبقه از طبقات بهشت است یا درخت بزرگی است در بهشت، هر چی که هست در بهشت است، یکی از به اصطلاح مقامات بلند بهشت است. این مقام بلند بهشت به کی است؟ کسی که در این دوران غربت دینش رو نگه میداره، ریشش رو نگه میداره، حجابش رو نگه میداره، قرآنش رو نگه میداره، مسجدش رو نگه میداره، نمازش رو نگه میداره. اختیار دست شماست. یا میخواید توبا رو انتخاب بکنید یا میخواید پاسپورت رو انتخاب بکنید. ببینید، شاید بگید که حالا من مثلا دختر من به خاطر حج رفتن بره حالا یه پاسپورتی بدون حجاب بگیره، چه اشکالی داره؟ شما این حرفو میزنید، دیگری هم این حرفو میزنه، هر کس در مورد خودش فکر میکنه که والا اگر من این کارو بکنم چه اشکال داره. اون میگه اگر همه شما این کارو نکنید، همه شما این کارو نکنید،
اگر گفتن که آقا کارمندهای زن که در دولت کار میکنن باید بی‌حجاب بیان، آقا سر از فردا همه زنان و دخترانی که دوست دارن حجاب بپوشن اما به خاطر حکومت که کارمند حکومت هستن حجاب نمیپوشن سر کار نرن. چی کار میخواد بکنه حکومت؟ میخواد 1 میلیون 2 میلیون نفر رو بیاد همه رو زندان بکنه؟ آقا جوانها همه به کوچه بریزن بگن ما میخوایم ریش داشته باشیم، ریش بگذارن، 1 رو 2 تا رو 3 تا رو میخواد ریششو بتراشه. اصلا من تعجب میکنم طرف این پلیسی که اومده با ماشین شخصی اومده در مسجد وایستاده، یک نفر با لباس شخصی اومده در مسجد وایستاده، هزاران نفر دارن از مسجد میان بیرون، یک جوانی رو از بین اینها میگیره به زور میبره که تو چرا اومدی نماز. برای اون جوان غربت است. چرا؟ چون این همه انسانهایی که اطرافش بودن از او دفاع نکردن. من جریان بنی قینقاع رو گفتم در یکی از برنامه‌ها. یک قبیله بزرگ یهود رو در مدینه از دم تیغ گذراندن مسلمان‌ها. به خاطر چی؟ سبحان الله، به خاطر چادر یک زن مسلمان. یک زن مسلمان رفته بود به دکان زرگری یا طلا جواهرات فروشی یک یهودی. یکی از اینا چیکار کرد؟ گوشه چادر اینو به یک صندلی بست. وقتی این می‌خواست بلند بشه روسریش از سرش افتاد. سرش حجابش کشف شد، فقط سرش. یکی از مسلمان‌ها که از اونجا رد میشد مسلمان بودن، مثل ماها که نبودن، غیرت داشتن اونا. شمشیر رو کشید زد گردن اون یهودی رو به خاطر نصرت خواهر مسلمانش. یهودی‌ها اینو کشتن. رسول الله صلی الله علیه وسلم کل مدینه رو بسیج کرد به خاطر حجاب یک زن مسلمان. بنی قینقاع رو ریششون از زمین کندن. زمانی که عزت داشتیم، زمانی که غیرت داشتیم، زمانی که مسلمان ها مردانگی داشتن. امروز در کوچه و بازار شما تصویر رو نگاه بکنید، مردم دارن از مسجد میان بیرون، همه دستشون پشت سرشون اینطوری گرفتن، طرف و بیچاره جوان رو داره میندازه تو ماشین، کسی نیست که جلوی اینو بگیره. خواهر مسلمانتون رو در کوچه و بازار حجابش از سرش بر میدارن، کسی نیست که صداش در بیاد. هر وقتی که غیرتی مثل غیرت صحابه داشتیم بعد ادعای مسلمانی بکنیم. هر وقتی که ایمانی مثل ایمان صحابه داشتیم باید ادعای مسلمانی بکنیم که به خاطر نصرت یک مظلوم. وقتی معتصم گاهی اوقات میشنیم اینجا و آنجا که بر علیه بنی امیه و بنی عباس و اینا صحبت میکنن. پسترین و رذلترین انسانها کسایی هستن که در این دوران میان بر علیه اونهایی که شمشیر زنای اسلام بودن بر علیه اونا صحبت میکنن. در زمانشون هر چی ظلم میکردن حداقل مسلمان ها عزت داشتن، اسلام عزت داشت. یک زنی رو که فریاد میزنه وا معتصم میگه، معتصم لشکری رو آماده میکنه از بغداد اون شهر رو اموریه رو فتح میکنه به خاطر یک زن، به خاطر یک زنی که به حجابش دست درازی کرده بودن. کجاست اون غیرت اسلامی؟ کجاست اون شهامت اسلامی که امروز یک سرباز گرگ زده امنیتی، یک کثافتی که به اندازه یک سگم ارزش نداره میاد حجاب خواهر مسلمان ما رو از سرش بر میداره، جوان مسلمان ما رو داخل ماشین شخصی خودش میندازه به طرف زندان میبره، ریش مبارک برادر مسلمان ما رو میتراشه و ما هم داریم نگاه میکنیم. بله ما مسلمانیم. کدام اسلام؟ کدام مسلمانی؟ بله سلام علیکم، بفرمایید. عمر برادر عزیز بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. برادر عزیز ما خیلی می‌نداریم از شما و از برنامه خوب. میخوام درباره شیعه کمتر صحبت کنم. بفرمایید. یک شیعه گفت که اگر که قوم پرستی ما نمی کار کنیم مثلا ثابت است یا من خیلی چی دارم. ما یک خواهش داریم اگر در برنامه‌های خودتون نمیده در هفته برنامه‌تون مونه یکم پیغمبری که هر پیغمبری که اومدن از پیش از آنها دیگر پیغمبرها آمده بودن، از قبل آنها کسی از این پیغمبرها یاری طلب کرده بودن یا نه؟ یعنی از چطور؟ متوجه نشدم.
در مثال حضرت رسول الله صلی الله علیه و صلی الله سلم علیه و سلم. در وقتی که از دنیا درگذشتند، بله حضرت علی خلیفه چهارم مسلمانان، درست. بعد از آنی که رسول الله از دنیا درگذشتند، از سر قبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رفته چیزی طلب کرده بودند یا که سایر صحابه‌ای که دیگر صحابه‌ای که بودند؟ نه هرگز نکردن. بله. بعد ما نمیشه آقایی که میبینم در تاجیکستان خیلی دعوت دارم، ما در همین شبکه‌های اینترنتی هم میبینیم که شب و روز میشینن فقط با زبان و همین حرفای فعلی مردم تاجیکستان از کتاب‌های اهل بیت گفته و از دیگر کتاب‌ها همون حدیث‌هایی که خودشون نویسندن میبرن، همون حرف‌هایی که خوب. اما وقتی که ما در انشاءالله ما سایت‌های اونها رو به شما ارائه میکنیم، وقتی که ما می‌داریم در اون سایت برنامه‌های شما از ویدیو کلیپ‌های شما با آنها نشان میدیم، ما رو از اون سایت‌ها خارج میکنم، ما دیگه در اون سایت‌ها دنبال نویسنده نمیتونیم. درست. این دعوتشون هم در اینترنت شب و روزن، ولی انشاءالله ما بعد از برنامه با شما روی میکنیم که در کدام سایت‌ها میشینن. درست. در همین موضوعی که امروز ما در زیر فشار و ظلم هستیم در تاجیکستان، باید ما جوانان تاجیک، ما مردم تاجیک چیکار کنیم؟ در این باره یک صحبت میکرده. درست. چشم حتما انشاءالله. تشکر. بعدم بسیاری برادران اینجا خیلی زیاد چیزی هستم، از شما تشکری میکنم و از برنامه خوبتان. زنده باشید. تشکر شما برادر عزیز. تشکر شما. زنده باشید. خدا نگهدارتون. تشکر شما. من یک مطلبی رو اینجا خدمت شما برادر عزیز و دیگر عزیزانی که هستن نشون بدم. ما اینا میگن که ما شیعه هستیم، شیعه علی هستیم و از علی پیروی میکنیم. این کتاب نهج البلاغه است، کتابی که خودشون بهش اعتقاد دارن، خودشون این کتاب رو نشر میکنن. احمد جان اگر تصویر این کتاب رو بتونی نشون بدی. این تصویر کتاب نهج البلاغه است. این کتاب منسوب به سیدنا علی است، ترجمه محمد دشتی. این کتاب رو خودشون نشر کردن. اینم شناسنامه‌اش که اگر زوم بکنید در قم هم این کتاب نشر و پخش میشه و کلا چاپش و همه چیزش، اینم بالا شناسنامه‌اش که در کتابخانه ملی ایران ثبت شده. در وصیت 31 در اینجا از زبان یا نامه 31 از زبان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه مطلبی رو در اینجا میاره. در صفحه 529 مطلب دهم در اینجا میگه: بدان خدایی که گنج‌های آسمان و زمین در دست اوست به تو اجازه درخواست داده و اجابت آن را به عهده گرفته است و تو را فرمان داده که از او بخواهی تا عطا کند، درخواست رحمت کنی تا ببخشاید و خداوند بین تو و خودش کسی را قرار نداده تا حجاب و فاصله ایجاد کند و تو را مجبور نساخته که به شفیع و واسطه‌ای پناه ببری و در صورت ارتکاب گناه در توبه را مسدود نکرده است، در کیفر تو شتاب نداشته و در توبه و بازگشت بر تو عیب نگرفته است، در آنجا که رسوایی سزاوار توست رسوا نساخته و برای بازگشت به خویش شرایط سنگینی مطرح نکرده است، در گناهان تو را به محاکمه نکشیده و از رحمت خویش ناامیدت نکرده، بلکه بازگشت تو را از گناهان نیکی شمرده است. هر گناه تو را یکی و هر نیکی تو را 10 به حساب آورده و راه بازگشت و توبه را برای تو گشوده است. هرگاه او را بخوانی ندایت را میشنود و چون با او راز دلگویی راز تو را میداند. پس حاجت خود را به او بگویی و آنچه در دل داری نزد او بازگوی. غم و اندوه خود را در پیشگاه او مطرح کن تا غمهای تو را برطرف کند و در مشکلات تو را یاری رساند. در اینجا چی میگه در ادامه؟ در مطلب 11 شرایط اجابت دعا: و از گنجینه های رحمت او چیزهایی را درخواست کن که جز او کسی نمیتواند عطا کند، مانند عمر بیشتر، تندرستی بدن و گشایش در روزی،
سپس خداوند کلیدهای گنجینه‌های خود را در دست تو قرار داده که به تو اجازه دعا کردن داد. پس هرگاه اراده کردی می توانی با دعا درهای نعمت خدا را بکشایی تا باران رحمت الهی بر تو ببارد. هرگز از تأخیر اجابت دعا ناامید مباش. تا آخر این مطلب. این نهج البلاغه سخنان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است. معتبرترین کتاب خودشون است. میگن اخت القرآن، خواهر قرآن، و در این کتاب سخنان منسوب به سیدنا علی است. دقیقاً همین سخنانی است که امروز هر کس اگر که بگه که به سوی قبر نرید، قبر و واسطه قرار ندید، از قبر چیزی نخواهید، میگن این وهابی شده. بزرگترین وهابی حضرت علی رضی الله تعالی عنه بود. این کتاب منسوب به ایشون هست. نامه 31 مطلب 10 و 11 رو برید در نهج البلاغه ای که چاپ خود ایران هست. سخنان حضرت علی است که آخوندها پنهان میکنن از مردم، اینها رو سر منابر نمیگن، چون اینا رو بگن بازارهای خودشون بسته میشه. میخوان مردم شریف تاجیکستان رو هم مثل مانند مردم ایران قبر پرست و بت پرست به بار بیارن که صبح تا شب سر قبری افتاده باشن و حاجات خودشون رو از قبر بخوان. این نامه سیدنا علی است. اگر اینها راست میگن، اگر این رافضیای تاجیکستان راست میگن و شیعه عبدالله ابن سبی یهودی نیستن و شیعه علی هستن و به اهل بیت اعتقاد دارن، برن به آنچه در نهج البلاغه آمده عمل بکنن. نامه 31 مطلب 10 و 11. اگر غیر از این حرف میزنن، پس یقین داشته باشید که اینا شیعه عبدالله ابن سبی یهودی هستن و شیعه علی نیستن و دارن دروغ میگن و میخوان شما رو گمراه بکنن. از طریق اسکایپ سلام علیکم، بفرمایید. برادر عزیز بفرمایید. از طریق من میبخشید، من مجبورم صدا شما رو قطع کنم. تماس شما اشکال داره، لطف کنید اینترنتتون رو چک بکنید دوباره زنگ بزنید. بفرمایید. بارک الله فیک. از برنامه‌ای که گرفتید درد و ملت مظلوم تاجیکستان را شریک خود قرار داده تا اینکه مردم مظلوم تاجیکستان دردها و آرزوهای دیرینه خود را توسط برنامه حق آشکارا بکنند. متشکرم از شما و از برادر احمد گل که مهنت و تلاش های خود را دریغ نداده در این شبیتار مظلوم تاجیکستان حرکت و کوشش های خود را انجام میکنید. از الله تبارک و تعالی برای شما قدم های استوار، عقیده صحیح و زبان برا را در آشکارا کردن صورت کثیف این منافقان تمنا و تولا دارم از الله تبارک و تعالی. آمین. بعداً که شما در برنامه امروزتون چهره بعضی از علمای دین فروش که آیه های چند از قرآن برای ما تلاوت کردید، در ضمن این میخواهم آیه دیگر رو هم قرائت کنم اگر اجازه باشد. بفرمایید. الله تبارک و تعالی در سوره احزاب میفرماید: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملنها إنه كان ظلوما جهولا. قبل از اینکه این آیه را ترجمه کنیم، اینا گفتنی هستم که در تاجیکستان در چند سال اخیر قبل که تا این وقت تا 5 قبل از منبرها می برآمدن صحبت های میکردن علیه این حکومتدارها، علیه ششم دیگرش که دوبین که بعد از داشتن صحبت میکردن از امام صلی الله علیه و سلم. اون زمانی بود که مجاهدین تاجیکستان حداقل 1 نفر بود. این حکومت از ترس اون علما را رهگیر کردن نمیتوانست تا این کنون از منبر هر چی میگفتن. این حکومتداران، سردمداران توانستند که با پول اندکشون این ملاها دین شریعت را فروختن و علیه این مجاهدین صحبت کردن و آنها را انکار کردن و حکومت علیه آنها خیست. و زمانی که مجاهدین از بین رفتن در تاجیکستان 1 نفر هم نموند.
این حکومت امروز علیه همین علمایی که بودن خودشون رو زندان گرفته بودن، اونها را گرفتن برکنار کردن، سخنهای اونها را هم بستن. حتی اینجا الله تبارک و تعالی میگه که ما امانت را عرضه کردیم به آسمان ها و بر زمین و بر کره ها، هیچ کدام از اینها توان برداشتن این امانت را نکردن مگر اینکه انسان، هر آینه انسان کان ظلوما جهولا، با جهل از بازان است. خطاب من به این علماست که این امانت به دوش گرفتین، حالا که مفسرین میگن این امانت اسلام است، بعضی میگن قرآن است. این قرآن را با پول اندک فروختن این قرآن را، نمیدونم در پیشگاه الله تبارک و تعالی روز قیامت چی جواب خواهند داد. البته در آخر نمیخواهم صحبت دراز کنم که الله تبارک در آیه آخرش لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات و کان الله غفور رحیم. به هر صورت برادر انصاری، الله جزای خیر بدهد به شما و برای برادرانی که در قبال شما هستند. سلامت باشید. در برابر مردم مظلوم تاجیکستان قدم استوارانه گذاشته و حقیقت را آشکار میکنید. باور بکن این یک پیشروی هست برای ما مردم مظلوم تاجیکستان. بهتر از آه مظلومان به هنگام دعا کردن اجابت از در حق همچو استقبال می آید. انشاءالله روزی می شود که دعای این مظلوم را الله تبارک و تعالی قبول می فرماید. همون که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند بین مظلوم و الله پرده نیست. ای ظالمین بترسین از آه مظلومان، بترسین که انشاءالله دعای ما انشاءالله واسه الله تبارک و تعالی معلا می شود، قبول میکند الله تبارک و تعالی دعای ما را. انشاءالله امروز الله تبارک و تعالی این وسیله را، این وصال حق را واسطه قرار داد برای اینکه مظلومین تاجیکستان حق را به حق برسانند و تمام مسلمین جهان بدانند که ملت مظلوم تاجیکستان ملت غیور دارد. انشاءالله روزی می شود که اینها سر می برارند، می رسد روزی که زنجیر غلامان از روزه دیوار زندان شما. انشاءالله ما امید دارم که این سرزمین تاجیکستان سرزمین بکری بود. این سرزمینی بود که بخاری و مسلم، بخاری و ترمذی و دیگر محدث ها داشتند. این سرزمینی بود که شهیدان خدا در یک شب 500 محدث شهید دادگی هست در زمان. انشاءالله این سرزمین دوباره بکری خود را برمیگرداند. جوان مردان انشاءالله پیدا می شود که دو مرتبه این سرزمین و سرزمین حقیقت می گردانند. بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاک الله خیر برادر عزیز، الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. بله این حقیقت است که الله سبحانه و تعالی مظلومان را پیروز خواهد کرد و به خدا قسم دعای اون مادر مظلوم تاجیک که برای ما دعا کرده بود و دعا میکنن مادران تاجیک برای ما از دنیا و ما فیها ارزشش بیشتره. میلیون ها پیشنهاد کردن برایمون، مناصب، شهوت، همه چیز پیشنهاد کردن، اما وصال حق دعای یک مادر تاجیک رو به همه دنیا و ما فیها نخواهد فروخت. تا زنده باشیم انشاءالله در کنار شما مظلومان خواهیم بود. احمد جان مثل این که تماس دارید شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. وصال حق بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. انصاری گام میزنم. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ آقای انصاری هستم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. اسم شما؟ اسم جمشید از تاجیکستان. آقا جمشید عزیز بفرمایید برادر بزرگوار. استاد انصاری ما از شما طلب دعا میکنیم، ما فرزندار نیستیم، در حق ما دعا کنید از جانب پروردگار ما فرزندار شوید. الله متعال به شما فرزندان صالح نصیب بکنه برادر عزیز. نفهمیدم. گفتم الله متعال به شما فرزندان صالح نصیب بکنه. تماسشون قطع شد، من
دوباره تکرار میکنم الله سبحانه و تعالی به شما و به همه عزیزانی که در انتظار این هستند که الله سبحانه و تعالی ذریه صالح و فرزند صالح نصیبشون بکنه، الله سبحانه و تعالی دعای شما رو قبول بکنه. طلب استغفار بکنید، دعا بکنید الله سبحانه و تعالی، و ما هم در حق شما دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی به شما فرزندان صالح نصیب بکنه. از طریق اسکایپ سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. خب آقای انصاری، طبق عادت میخواهیم این یک شنبه دو شعر نوشته خود را به ملت تاجیک رسانیم که یکش درباره سطح زندگی ملت تاجیک در است و دیگرش دعوت برادران غریب به سوی وطن. بفرمایید. گردش این زمان نرخ نوای نان در کوچه ها شیطان میبینم و زیق میشم. به قدری یوریست، احوال ژورنالیست، تاکسیست افیریست میبینم و زیق میشم. در سر قدرت شاه مردمی بیپناه، درد و حسرت آه میبینم و زیق میشم. دانشگاه عالی را، واسطه مالی را، کله های خالی را میبینم و زیق میشم. کیسه های بی پول، زن های سر رول، مرد های چول بچول میبینم و زیق میشم. قیمتی لباس، پچکه پاپیروس، کوچه های افلاس میبینم و زیق میشم. در سر راه نازی را، معنکنی شافی را، موش و گربه بازی را میبینم و زیق میشم. رنجهای مهاجر، دردهای مسافر، چشم چار کمپی را میبینم و زیق میشم. جوانهای بیکار، زنهای گوچرا را، هم خیش و هم تبا را میبینم و زیق میشم. دخترهای دلصاف، کرته تا نیم ناف، مردمی بی انصاف میبینم و زیق میشم. کودک دلفکر و هم بارا، یعنی ناموس و عارا میبینم و زیق میشم. رئیس سوار، مردم خستوار، بعض بکارا میبینم و زیق میشم. غرور بدانش، سپارش و خواهش، اینقدر ستایش میبینم و زیق میشم. در حجره ها بیمار، دخترهای بیعار، مردمان قرضدار میبینم و زیق میشم. زیر پرده بازی را، مردمی ناراضی را، هر روز جدا سازی را میبینم و زیق میشم. خب برادر انصاری، یک شعر برای دعوت برادران غریب به سوی وطن. اینو یک کمی بفرمایید. انشاءالله. بفرمایید. تاجیکم ای تاجیکان خوار و زار، بحر مایان مادر زن انتظار. که رسد روز رویم سوی دیار، بوسه اون دم میکنیم از رخ یار. آخر این آوارگردی بحری چیست، این همه داد و فیغان از دست کیست. که رسد گیریم بر آغوش مادران، دختران و خواهران و دادران. که نشینیم روبرو با یار خود، صحبت شیرین با دلدار خود. که ببینیم ما بصیری رویشان، که رسانم نامه از سویشان. ما دیگر تنها نیم ای تاجیکان، ما همیشه با دعای دوستان. ما رویم آباد سازیم آن وطن، دور سازیم بین مردم اهریمن. ما دیگر اصلا نآییم در جهان، زندگی یک بار بود ای تاجیکان. پس بیایید ما رویم سوی وطن، دور سازیم از سر مردم ستم. تشکر زیاد، زنده باشید. تشکر از شما نظر جان برادر عزیز، الله مطالب ستون کنه. تشکر از شما هم خداوند نگهبان باشید. سلامت باشید. تشکر از شما. احمد جان نوبت منه یا نوبت شما؟ بله سلام علیکم، بفرمایید. خب تماس ایشون قطع شد از طریق تلفن. بله سلام علیکم. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نغزی شما کسازمی. سلامت باشید، بفرمایید.
اکا من از تاجیکستان هستم، از خوجند هستم. بفرمایید. اکا من انشالله یک شکایت دارم نزد شما گویم. بفرمایید برادر خوجندی. اکا من خودم در حکومت کار میکنم اکا. بله. حکومتی امام رحمونده. بفرمایید. اکا جانی اینجا قانون نیست کو؟ هست، صدای شما داره پخش میشه برادر عزیز، بفرمایید. اکا من خودم کاغذ در نویسونده یک تا با یک تا کی کار میکنه. شما فرمودید که در حکومت کار میکنید، درسته؟ خودم در حکومت من کار میکنم. بفرمایید، هر مطلبی دوست دارید بگید، اینجا کاملا آزادی بیان هست، هر چی دوست دارید بگید. هیچ همی مجلسی بین ما میشود در حکومت کو؟ بله. مجلسی بین ما میشود. وای جناب میگوید که کدامی که برای اسلام شکایت میکند به شاهد گرفته محکم کنید. عجب. همین مردم چیکار میکند؟ این گم بزند باید میگوید همین اموزی وای حاجی جنگ کرده سر اموزی سری وقت مردم باید میتینگ کند اخی. به نظر شما راه حل این مشکلات تاجیکستان چی است؟ راه حل که این کلانتر ما فقط در اسلام از همون ایران من خودم همین بینیم میاده خودم هستم کو. از ایران پولی بسیار گرفته فقط کدامی که در اسلام گم میزنه گرفته محکم کنه. درست. یعنی شما به عنوان یک کارمندی که در دولت تاجیکستان کار میکنید به این اعتراف میکنید که دولت تاجیکستان از ایران پول گرفته تا بر علیه مسلمان ها کار بکنه و مسلمان ها رو زندان بکنه. بله اکا بله. درست. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. اکا همی خواهشم بفرمایید. خواهش من امین رحمان رو بسیار به انصاف هسته. بسیار به انصاف. درست. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر. شاهدی از بین خودشون و شاهد من اهلها. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. آقای انصاری من میخوام یک با پدران و مادران تاجیکستان بگم. بفرمایید. اول با برادرها گفتنی هستم که برادرها وقتی که در همین کانال زنگ زدین اول پرسیدین و یک ساعت دیگه شعرگویی نکنین، وقت نگیرین، چون که در تاجیکستان مشکل کلانتری هست. امروز برادر در تاجیکستان جنگ رفته است. من میدونم چرا که پدران و مادران خاموش باشن، چون که امام علی رحمانوف پسران اونا را برده بگیم که در دهان اژدها پرتفته است، اما پدران و مادران باشن خاموشن. درست. پدران و مادران عزیز، یگاهی که جنگ تاجیکستان خاموش شود، این راه در دست پدران و مادران، در دست جوانان است. باید که ما امروز با کوچه های دوشنبه برآمده و از رحمان استعفا طلب کنیم. یگانه شخصی که در تاجیکستان جنگ میخواهد مانوف است. درست. ریش ما را گرفته است، سطر ما را گرفته است، مچتوی ما را چپکده است، فرزندوی ما را نیمشه در روسیه نابود کرده است، نیم دیگه در جنگ تاجیکستان نابود کرده است. پدران و مادران عزیز، از همه شما خواهش میکنم امروز روز رسیده است که ما بخیزیم فرزندوی خودمان از دهان اژدها بگیریم. درست.
بینید بغیر از این چگونه مشکلی ها به سر فرزندان شما آورده استند. اونا مسافر بیچاره را اونا 5 فرزندش بردن 2 تاش کشتن. الله المستعان. این بدونه که این روز به سر فرزندان شما را میبیاید. بینید چگونه قانون ها برآورده است. نانی خوردن نداریم من سر لباس مکتبی بخریم. درست. اینا 11 نفر 120 سامانی جریمه کردن. الله المستعان. 4 میلیون دلار برای وصال حق محکم کردن صرف کرد. چرا که 4 میلیون دلار را برای کودکای تاجیکا سر و لباس نخرید بتا؟ این همه پول خرج کردن روی همون فرکانسی که پول خرج کرده بودن برگشتیم الحمدلله. بله استاد، این در رو برنامه من میخواستم بگم اما بس نشد. خب فرزندای شما پدران مادران عزیز در روسیه کار میکنن، پول روی میکنن، همین پول شما استفاده میبرن. یعنی فرزندای را قتل میکنن با دست روس ها، با دست ایرانی ها، با دست دیگر ها. انا از همین پولای شما، از همین پولایی که فرزندای شما روان میکنن با تاجیکستان از استفاده میکنن در جنگی با برادرمون حاجی حلیم. چی مگر برادری حاجی حلیم تاجیک نیست؟ مگر اون عسکرایی که با حاجی حلیم هستن اونا فرزندای شما نیستن؟ یا این طرفی که از حکومتی ها کشته میشوه اینا فرزندای شما نیستن؟ چرا خاموشه پدر و مادرای عزیز؟ یا که در مسجد اونا بچه را بردن ملیسه در ماشین بازوری سوار کرد. چرا که مردم خاموشن؟ 50-100 نفر بودن. حضرت بلال خریده بود که تایسان پول داد خریدش کو؟ چی با شما نداده 50 سن؟ چی با حمد نق طرفداری هم بچه را نکده؟ اژدهار گرفت در اپل سوار کرد بردش. چرا خاموشین ای برادرها؟ روز تا روز ظلم بر شما زیاد میشه. این بدونید امروز اگر ما با کوچه های دوشنبه نرویم، استعفای امام علی را نخواهیم طلب نکنیم، بدونه که جنگ کلان شدن میگیره. روز تا روز جنگ زیاد میشوه و امام علی را همین میخواهد که تا کچه قهرمان کنه در بین دیگر مملکت‌ها. درست. فرزندای شما در امام علی پول ارزش نداره. این خبرایی که در رسانه ها میگن، در تلویزیون ها میگن اینو دروغه، میگن 7 نفر کشته شد، 10 نفر کشته شد از حکومت. نه برادرو، نه پدر و مادرای عزیز، نه کمتر از 200-300 نفر کشته شدگی. همه سلطات در مارگاه خوان نمیتونن فرزندای شما را. چخیلی که برادرمون عمر رو در وحدت جسدی رو 1 هفته در باریس نگاه داشتن تا که مردم شور ندازن، مردم نخیزن. انا همین گونه فرزندای شما در مارگهای تاجیکستان خوان. الله المستعان. شما خیال میکنید که فرزندای شما در خدمتن؟ نه. پدر و مادرای عزیز از همه شما خواهش میکنم امروز روز این نیست که شما خاموش بشینید. جنگ روز تا روز زیاد شدن میگیره. جنگ روز تا روز از هر گوشه و کنار تاجیکستان زیاد میشوه. حاجی عمر تروریست نیست. حاجی عمر برای دید که چگونه مردم عذاب میکشن، چگونه روش سطر خواهرای حاجی عمر گرفته استن، چگونه مجاهدایی که پیش بودن اونا را به هر بهانه برده قتل کرده استن، تروریست گفته. با همه خاطر خستگی او برادر. برادر عزیز همین الان برای من پیام اومد که رهبر حزب نهضت اسلامی در شهر وحدت رو که با داملا سید مراد همسران اردو را مامورین پلیس بردن، زندانی کردن، لطوکوب کردنشان و حتی تفلکای معصوم و بیگناه آنها را دشنامهای زشت و رکیک دادند. حمزه بیگ رهبر حزب نهضت
اسلامی در شهر وحدت. این هم خبری که همکنون به دست ما رسید. اینا دیدین پدر و مادرای عزیز دیدین پیش قریب نیم تاجیکستان نیم زیادی تاجیکستان اپوزیسیا بودن چی باید همه نیم تاجیکستان برای قتل کنن همه تروریست گفته برای قتل کنن. ای مردم تاجیک ای پدران و مادران عزیز یک چشمتون بکشوین ببینید چه حالت قرار داره چه روزای سخت آمده به سر شما. تشکر از شما برادر. دیروز در شهر روسیه 4-5 نفر در واگن پژار شدن سوختن برفتن. الله المستعان. الله المستعان. چی مادرای تاجیکستان مادرای تاجیک یگام زوادن که هر روز بچه‌ها میبرن در دست معلم میتن که مختبر در روسیه بکش مختبر در جنگ بکش. خاموش نباید این روز ما باید خاموش نباشیم. این روز ما باید که سر راه این جنگ بگیریم. یگانه شخصی که جنگ میخواهد در تاجیکستان این امام علی رحمه الله. تشکر از شما برادر. تشکر استاد من نمیخوام بسیار و کنم همه برادر خواهش میکنم وقتی زنگ زده تلویزیونتون رو پخش کنین بعد صحبت کنین. یک تا دویمش که 1 ساعت شعر نخونین برادرای عزیز. تشکر از شما. تشکر از شما. زنده باشید استاد. زنده باشید. سلامت باشید. البته گاهی اوقات بعضی از اشعار کاری رو میکنه که شمشیر نمیتونه بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که همونطوری که مجاهد با شمشیر خود به دشمن ضربه میزنه حسان هم با شعر خود او کما قال صلی الله علیه و سلم. در مورد قضایایی که در تاجیکستان و جریان آج حلیم و مشکلاتی که داره رخ میده، مطلبی رو که یکی از دوستان تاجیک برای ما فرستاده، من بعضی از قسمتاشو خدمتتون میخونم. ایشون نوشتن که حکومت تاجیکستان با مکر و حیله و نیرنگ روز به روز مردمش را با ظلم و ستم نابودی میسازد و میخواهد که دروازه پاره پاره شده را سعی و سالم جلوه بدهد. هر روز یک بهانه و نیرنگ و با لباس جدید به جامعه خودش را مظلوم معرفی می کند. گویا آنچه می کند یا آنچه بر سر ملت می آرد از دست ملاها، ریشدارها، داعیان دین، علما و هر که ذره‌ای به دین علاقه دارند این همه مشکلات اقتصادی و سیاسی را به وجود آوردند. حق اینها زندان، شکنجه و نابود کردن است. بهترین دلیل مدرک سند خود ملت است. ملت باید چقدر قربانی دهد تا نان به کف آرد. لیدرهای اسلامی را روز به روز نابود ساخت. مردم خاموش استادند. دید کسی چیزی نمیگوید، باز نقشه نابودی زید سید عمر علی قوتوف را کشید. زید سید و عمر علی قوتوف را کشید. اینها را هم به جرمهای ساخته محکوم کرد. یکی را زندان و دیگری را مرگ. کافی نبود. نقشه های پلیدش شب و روز فکر ریشه‌کن کردن حزب نهضت را میکشید. بالاخره نهضتی‌ها فرار کردند. مرکز نهضت پلم شد و در حالی که نهضت دست دوم صلح بود. باز هم ملت قربانی طرفین یا اطراف را داد و دارد میدهد. گمان بر آن که نهضت فرار نمی کند و پشت بر ملت نمی کند. اما ایهات، به جای آنکه نهضتی‌ها به سوی الله بازگردند، هر روز به سوی ایران و غیره دست دعا بلند می کنند ولا مستجاب. دوم، حکومت تاجیکستان بعد از اینکه از نهضت فارغ شد، دید که در میدان معرکه کسی با او در نبرد نیست. دوباره نبرد را با ملتش شروع کرد. امنیت، پلیس ها و غیره ریختن تو بازارها و جوانان ریشدار را گروه می بردند. خانم های محجبه را جریمه کردند، مغازه‌هایشان را بربستند و بیچارهشان کردند. الله شاهد است، حتی یک پیرمرد که معارض برآمد را ریشش را به دست کندند در شهر وحدت. چه به احترامیایی که به این ملت صورت گرفته که نگید. بعد از اینکه عملیات‌های اجرامی حکومت به اوج رسید، همه ما شاهد حال هستیم چگونه با آن جوان 20 ساله وحدتی وحشیانه رفتار کردند و بالاخره او را شهید نمودند و این اولین شهید ریش و دفاع از نفس و عزت و شرف یک تاجیک در خاک وطنش بود. سوم، بعد از اینکه حکومت دید ملت برای دفاع از جوان برخاستند و طلب حقوق دارند، 20 نفر برای طلب حق آن جوان برخاسته بودند. ترس از آنها داشت که این تبدیل به یک انقلاب در آینده نشود. نقشه بعدی را که از آن بدتر بود پیاده کرد. قضیه حاجی حلیم و ما ادراک مل حلیم. البته چیزایی که این مطلبی که من خدمت شما میخونم همانطوری است که برای ما فرستادن. من شاید که با همه آنچه ذکر شده موافق نباشم، اما جهت
اینکه آزادی بیان هست، هر کس موافق مخالف نظراتشو بگه. همه ما میدانیم که روسیه و آمریکا و ایران در تاجیکستان نیروگاه‌های عسکری امنیتی جنگی بنیاد کردند. هدف کنترل افغانستان و مبارزه با تروریسم در منطقه است. سالهاست که روسیه به تاجیکستان فشار میارد که آمریکا باید از این دیار بار بندد و برود و نگهبانی مرزها و بردن مواد مخدر و غیره در دست او باشد. برای همین روسیه قضیه حاجی علیم را به وجود آورد. ای رمانوف بدون من تو هیچ هستی. یعنی روسیه گفت که ای رمانوف بدون من تو هیچ هستی و از من کمک بخواه، من میام برای نابودی تروریسم، و همین کارا کرد و آمریکا عصبانی شد و سفارتش را چند روز بسته کرد. پنجم، ساختن قضیه حاجی علیم و بیشتر کردن فشارها بر مسلمانان بی پشت و پناه. باید روز 9 سپتامبر جشن گارد حکومتی گرفته میشد و حاجی علیم طبق فرمان رئیس جمهور رتبه عالی‌تر به او داده میشد. اما کسی که قبلا به او گفته بود که اگر این روز به روز بالا رود روزی تو را نابود خواهد کرد، مگر فراموش کردی علیم از معارضین و مخالفین اپوزیسیون است؟ برای همین همان شب حاجی علیم به تهمت خیانتی که خودشان ساخته بودند دستگیر می شود و راهی زندان می گردند مثل بقیه معارضین و اپوزیسیون. اما کسی او را خبر داده بود. همان شد که قبل از این که دستگیر شود فرار کرد که از پشت به او حمله شد و جنگ بین طرفین صورت گرفت و بالاخره توانست فرار کند و مرغ از قفس پرید. ششم، ترس حکومت از این قضیه و سوء استفاده از آن. دستگیر کردن جوانان پولدار به تهمت‌های همکاری با گروه حاجی علیم و گرفتن باج به همراهی باز کردن پرونده برای هر یکی. دستگیر کردن ملاهای بیریش و باریش از داخل خانه در شهر وحدت و رامید و شکنجه آنها. دستگیر کردن اقربای آنهایی که در جنگ شرکت کردند و مجازات دادن با برق و کشتن آنها از طریق عذاب که آنها خودشان را تسلیم کنند. قسم به الله یک برادر شکنجه یک دوستش را نقل کرد که حیوان برایش گریه می کند، اما آنها از حیوان هم بدترند. این برادرمون در پایان نوشته. هفتم، وضعیت بد در تاجیکستان همچنان ادامه دارد والله المستعان. این نامه‌ای بود که یکی از برادران عزیزمون از تاجیکستان فرستاده بودند. آقای نورالدین، بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای سپری میخواستم لحظه پرسم در کدام سفوندی که می‌سلام فقط چیز طرقه مبین تلویزیون تماشا کردن میتونیم، اختیاری دقت نمیتونیم. کدام سفوندی که اگه بیایم بر تماشا کنیم؟ درست. در تاجیکستان. در تاجیکستان بر روی ماهواره یوتلسات میتونید که راحت ببینید بدون پارازیت 24 ساعت. نه، ای کدام کانال؟ از سفوندی نداره؟ کانال متوجه هست، اما کانال رسول حق بود، اما فارسی ای عربی گفته سیگانو میفهم عربی رو میدم. بله، ما فقط برنامه‌های زنده بر روی این کانال هست، با ما همکاری کردن و برنامه‌های زنده رو بر روی این کانال هست و بعد از برنامه زنده دوباره برمیگرده عربی میشه انشاءالله. فهم مبارک. من تماشا میکنم انشاءالله با طرقه موبیل پروژه رسول حق تیوی هست، می تماشا میکنم. فرصت اگه با خانواده تماشا کنم. سلامت باشید. تشکر از شما برادر نورالدین. در امان خدا دعا دعا. الله مطالب ستون کنه. تشکر از شما. تماس بعدی از تاجیکستان از طریق اسکایپ. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برنامه وصال حق است برادر؟ وصال حق، بله بفرمایید. لحظه اگر که تشریف داشته باشید پشت خط. احمد جان عزیز، من 25 دقیقه وقت اضافی درخواست کردم، انشالله تا 25 دقیقه دیگه ما روی هوتبرد خواهیم بود. بفرمایید برادر عزیز. آقای انصاری هستی؟ انصاری هستم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من خواستم که یک سخن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر کرده بود، در همونجا قید کرد که شما خدمت پدر و مادر رو کنید، این بالاتر از روزه و نماز و وای هست. خواستم در همین باره کم ترک صحبت میکردن که در اینجا این سخن پرزیدنت جمهور بسیار هم هدفی وای دارد، چون که
اگر ما خدمت مقصد آن که شما نماز و روزه را نخوانید و تنها خدمت پدر و مادر را کنید. از همین لحاظ آقای انصاری در همین سخنهایی که پرزیدنت جمهور میگوید، این سخنها را بسیار دقت کرده و تحلیل میکردید که هدف آنها چیست و چی را میخواهم بگویم که جوانان امروزه گمراه میشن با این سخنها. مقصد خدمت پدر و مادر را بکنیم، در حالی که ما پدر و مادر خود را از اهل سنت و الجماعه بعضا عملها را میفهمانیم، میگویم اهل سنت و الجماعه چنین کردن، باید چنین کنیم. پدر و مادران ما زید ما، چون در حال حاضر تمام جمهور رئیس جمهور را گوش میکند و تمام سخنهایی که آن میگوید پدر و مادران ما گمراه شده هستند و همگی از آن دفاع میکنند از سخنهای آن. آقای انصاری شما در این باره کم ترک صحبت میکردین، انشاءالله که پدر و مادران ما از دهان خود شما این سخنها را میشنید و انشاءالله که غلبه نصیب ما میگشت. چشم تشکر از شما. جزاک الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در این مورد صحبت خواهیم کرد. تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام، بفرمایید. خوب هستین آقای انصاری؟ خوب هستین؟ سلامت باشید. بفرمایید کمی بلندتر صحبت کنید. خب آواز من نمیاد؟ بفرمایید. ما میخواستیم درباره سید مکرم، بخشش سید مکرم، بفرمایید. وقتی که میگه اینش جنت رفت و ایش دوزخ رفت، گفتیم او رسول که بوده که کلید دست هوای باشه. اما یک بار خودش اسلام بله بفرمایید. یک بار خودش نگاه میکرد در آینه، او یک نه نور داره، نه یک ریش داره، نه یک ایسنت، نه ایسنت ببولگه، نه ایفرد، فقط ایش جنت میبره، اوش دوزخ میبره. یا همون پیروای شیعایی لعنتی هم که در مسکو هم هستن، در مسجد پرسپک میر میشینه، ای اهل سنت ای میشینه شگیش در پروتیف شیعا گم میزنه که گوته که او خودش سنی باشه، بدبخت شیعه نباشه. اما ما خیردین در نظر دارم، بدبخت شیطانه. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. رحمت. زنده باشید. در مورد برادر عزیزمون که سخنان رحمانوف، اتفاقا من این کلیپش رو داشتم و هنوزم هست، در چیز که در یک روستا مانندی از صحبت میکنه با پدرها و مادرها و بعضی از جوانها هم نشستن، میگه که به اصطلاح خدمت به پدر و مادر برتر از روزه و نماز و حج و این مسائل است. اولا من نمیدونم که یعنی ایشون اسمش امام علی است، حتما فکر کرده که امام هست، باید فتوا هم بده. حالا فردا یک وقال امام علی رحمانوف یک به اصطلاح کتاب فتوایی هم به اسم ایشون در بازار. در این زمان این چیزا بعید نیست. یعنی سبحان الله ما در زمانی هستیم که هر چیز رو یعنی بیشرفترین انسانها رو میبینید که به اصطلاح اسم خانوادگیشون هست شریفی. انسانی که یک تار مو در سرش نیست اسمش از زلفعلی، و انسانی که یک ذره از دین خبر ندارد اسمش از امام علی. اینها واقعا عجوبه هایی هستند که در این زمان الله سبحانه و تعالی اینها رو برای مسلمان ها ساخته. اولا در قضیه آنچه که امر الله سبحانه و تعالی است و آنچه که امر کرده، هیچ انسانی ولو اینکه پدر باشه مادر باشه حق نداره که حرفی بزنه و در مقابل فرامین الهی ایستادگی بکنه. آنچه که الله سبحانه و تعالی گفته در مرتبه بالا قرار داره. در یکی از آیات قرآن کریم در سوره اسراء آیه 23 الله سبحانه و تعالی میگه که وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاه، و پروردگارت چنین مقرر کرده است که جز او کسی را نپرستید. پرستیدن یعنی چی؟
آنچه که امر کرده بهش عمل بکنیم و از آنچه که نهی کرده دوری کنیم. بعد از اون چی میگه؟ و بالوالدین احسانا، و به پدر و مادر خودتون احسان بکنین. در ادامه این آیه یک مطلب مهمی رو الله سبحانه و تعالی در مورد پدر و مادر بیان میکنه که وقتی که پدر و مادر در پیش شما بزرگ شدن و سن رسیدن و باید اونها رو احترام بکنید، به اونها احسان بکنید، به اونها نیکی بکنید. این در مورد شخص پدر و مادر است، احسان هست، نیکی است. مسئله اطاعت در اینجا مطرح نیست. مسئله اطاعت در اینجا مطرح نیست و در اینجا فقط قضیه احسان و نیکی مطرح است. و در قرآن کریم میگه که اگر پدر و مادرتون از شما خواستن که به الله سبحانه و تعالی چیزی رو شریک بیارید که به او علم ندارید، فلا تطعهما، از اونها اطاعت نکنید، ولکن با اونها با نیکی و با احسان رفتار بکنید. من با آقای رحمانوف میگم تو مگر تاجیک ها رو گذاشتی که به پدر و مادرشون خدمت بکنن؟ 1.5 میلیون جوان تاجیک در روسیه در به در از پدر و مادر دور، شب و روز پدر و مادرش آه و ناله میکنه در تاجیکستان. مگر تو گذاشتی، حکومت تو گذاشت که اینها به پدر و مادرشون خدمت بکنن؟ حداقل در همین حرفت خود راست باش. قرآن و دین و اسلام و ریش و حجاب همه رو بذاریم کنار. تو خیلی دلسوز پدر و مادرای تاجیک هستی، بیار جوانهای تاجیک رو که به پدر و مادرشون خدمت بکنن در تاجیکستان. مگر شما میگذارید که مردم به پدر و مادرش خدمت بکنه در این کشور؟ اما در آنچه که مسئله عقیده مطرح است، در آنچه که مسئله دین و اسلام مطرح است، هیچ کس نمیتونه و این حق رو نداره که از پدر خود، از مادر خود متابعت بکنه یا فرمان برداری بکنه. پدر میگه فلان کار خلاف دین رو انجام بده، شما حق ندارید که بگید که سمعا و طاعتا. این احسان نیست که الله سبحانه و تعالی در اونجا در قرآن کریم ذکر کرده. اطاعتش رو نکنید در این مسائل، در آنچه اموری که مخالف دین هست. پدرت گفت ریش تو بتراش، نه پدر، رسول الله گفته ریش بگذار. تو و جد و اجداد و مادر و خواهر و برادر و زمین و آسمان و دنیا و همه دار و ندار ما و جان ما فدای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و فدای دین. همه چیز فدای دین. پدر گفت، مادر گفت نماز نخوان، تو نه، من پدر مادرم گفته که و بالوالدین احسان، و حرفشو گوش بکنی. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. وقتی که پدر و مادر انسان رو به معصیت امر بکنه، به عدم فرمان برداری از الله سبحانه و تعالی امر بکنه، هرگز اطاعتشون واجب نیست. اما نه اینکه اطاعت نکنی، پرخاشگری بکنی، توهین بکنی، اهانت بکنی، نه. با لفظ خوش اونها رو بفهمان، اشتباهشون رو بهشون یادآوری بکن. ما از این نمونه زیاد داریم در مورد صحابه. پدر و مادرش گفتن که آقا باید تو برگردی به دین رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ترک بکنی. مثلا قصه سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه خیلی جالب است. داستان مصعب بن عمیر. مصعب بن عمیر مادرش خیلی مادرش رو دوست داشت. مادرش اومد در زیر آفتاب نشست، گفت که من از زیر آفتاب حرکت نمی کنم و نه آب می نوشم و نه غذا می خورم تا وقتی که هلاک شوم. نشست، یک نصف روزی نشست، به حالت ضعف که رسید مصعب رو خبر کردن که بیا مادرت داره می میره. آمد گفت ببین مادر، اگر 1000 تا جان داشته باشی و یکی پی دیگری این جانهای تو از بدنت خارج بشه، والله برای 1 ثانیه دین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رو ترک نمی کنم. این مادر که اینو دید گفت بابا خلاص برو، کاری که دلت میخواد بکن. برگشت به خونه، دید که چاره ای نداره، چون در مقابل کوهی از عظمت، ایمان، تقوا قرار داشتن. بله، سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبی برادر عزیزم؟ سلامت باشید، بفرمایید. ماشاءالله. میخواستم که از سخنهای برای بیدار کردن، یعنی دل برداری کردن مردمی وحدت بفرمایید، و یا یعنی ترساندن
میلیارد. بفرمایید. از کی هست؟ از اوقا. صدا میره. اگر کوشش کنید صدا رو واضح تر باشه. صدا میره. بله صدا هست. زندگی آرام و آسوده ساکنان را خدمات کردن می‌خواست. در سال 1960 من به اهل عائله کارمندان میلیتیا و دسته تعیینات مخصوصی مقامات کارهای داخلی که در نتیجه این کردار جنایتکارانه هلاک شد همدردی همین ایثار می‌نماید و قطعاً تاکید می‌سازم که شخصان گناهکار حتما در نزد قانون و همچنین با ساکنان شهر وحدت که در بابت تصدیق کردن جنایتکاران با مقامات کارهای داخلی و امنیت کمک رسانیدن برای چنین عمل خیرخواهانه و مدددوستانه‌شان مینت‌داری بیان می‌نماید. تشکر ضمیرعلی برادر عزیز. تشکرش. بله محمد جان. تشکر. بله تشکر می کنم از شما. ما لحظات پایانی برنامه هستیم، فقط حدود 5 دقیقه ما تا پایان برنامه وقت داریم. شاید بتونیم یک تماس دیگه هم بگیریم. عمر برادر عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم آقای محمد انصاری. بفرمایید برادر عزیز. آقای محمد انصاری هستم. بله بفرمایید، خودم هستم. من از شهر روسیه به شما زنگ زدم. بفرمایید برادر عزیز. ما یک فرزندهای دور از وطن، دور از پدر، مادر، زن، فرزند خشتبار هستیم. من چون گفتنی هستم که به این سخنهایم که من خودم شخصا 4 سال است که از پدر، مادر، زن، فرزند دور هستم. در شهر روسیه کار میکنم. من 1.5 سال هست که در دپارتاسی هستم در همین روسیه. 6 ماه پیش من همین رو فهمیدم که من در دپارتاسی هستم، ولی من در روسیه در کوارتیر خریدگی هستم با راسروچکا گویم. انا پولی که پیش پرداخت کردگی هستم، من نیمی پولاشو دادم، نیمی پولاشو ندادگی هم ایشو. انا همین پولهای من در روسیه من نمیدونم، من در این دکومنت هم اخیر نیتو هست، نمیدونم چکار دور از وطن. اگر امروز مرا قپن روی کنن، من پولم 4 سال کاری که من در این روسیه کار کردم، این پولی من همش میسوزد. همراه من اینجا بچه ها بسیار هستن، عذاب بسیار کشیدگی. 2 سال 3 سال شد از پدر، مادر، فرزند دور هستم. من چه گفتنی هستم که امام علی رحمه اگر میتونست تا ریش مردم نماز فرزندایی که 17 سن 16 و بلاغت نرسیده رو به مسجد بیاد، من فرزندایی که در روسیه کار کرده ایستادن اینها سرشته کنن. پولی که اینها کار کردگیم بسیار پول کار کردن برای وطن، برای پدر، مادر که زندگیشو پیش برد. این پولهای از ما وقتی که روی میکنیم در اونجا این پولهای نبرده رو میگیرن، احسای نلاق میگیرن، احسای زمین، احسای سویت این از همه قیمتترین در روی جهان که این آب از همه بسیارتر در ما هست، در ما سویت نیست. این هست نمیدونم زندگی که در ما در تاجیکستان هست، این از همه وضعیترین در پسترین دولتی که در روی جهان هست. الله متعال حل کنه این مشکلات ملت شریف تاجیکستان. تشکر از شما عمر جان. رحمت به شما، تشکر. ما خیلی باز شد این 6 ماه باز شد قریب فقط برنامه مخلص شما هستیم، تماشا میکنیم. سلامت باشید. ما شما پناه خدا سلامت باشید. شما سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما برادر عزیز و بزرگوار. آخرین تماس رو هم میگیریم. آقا ابراهیم، بله سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ابراهیم جان بفرمایید. استاد جان، لحظات پایانی برنامه است.
فقط میخواستم بگویم که همین طرز نصب کردن یک گالوفکا، یعنی مثال یک گالوفکا دیگه میگیریم در پهلوی همین هاتبیرد میگذاریم. بله. هم یوتلسات میگیره هم هاتبیرد. اگر همین کلیپ یا عکسی از شما باشد، اگر همین رو پخش کنیم برای دوستان، این رو هم ببینم بسیار خوب میشه. چشم. با این راه با یک تیر 2 نشان بزنه انشاءالله. انشاءالله حتما. ما کلیپی داریم در این مورد در صفحه، من اینجا انشاءالله پیداش بکنم، این کلیپ رو در صفحه فیسبوکمون هست. در صفحه فیسبوک اگر مراجعه بکنید این هست، اگر که عزیزان بتونن لینکش رو عاجل برای من بفرستن که من اینجا پخشش بکنم. شما میتونید به اون صفحه مراجعه بکنید و ببینید. تشکر از شما برادر عزیز ابراهیم جان. بله انشالله. ما همون روز اولی که فرکانس در ماهواره یوتلسات اعلان کردیم، انشالله ما این ماهواره رو نصب کردیم، ولی برای برادران اگر در برنامه زنده میگذاشتیم بسیار خوب میشه. درست. الان من میگذارم. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. زنده باشید. الله متعلفتون کنه. تشکر میکنم از تک تک عزیزانی که تا این لحظه با ما همراه بودن و عذر میخوام از همه عزیزانی که خاصا از طریق اسکایپ پشت خط هستن. من مجبورم که برنامه رو به پایان برسانم چون تکرار یکی از برنامه‌های زنده هست لحظاتی بعد و باید سر وقت پخش بشه و همچنین در هوتبر دقیقاً حدود 3 دقیقه بعد برنامه ما متوقف میشه. اما کلیپ نصب یوتلسات رو عزیزانمون در صفحه فیسبوک گذاشته بودن که من اگر بله این هست. احمد جان اگر این رو با صدا و تصویر داشته باشین که талерка 13 градус Европада спутники Hotbird 13 градус мондагӣ главни головка. баъд аз он ин головкаи дополнительный мешавад ин 7 градуса Intelsat. ҳамихе насб мекунем иншоаллоҳ. баъд аз он хай поиск метиҳем, каналҳо мебироянд. хоб ҳеҷ мушкиле надоранд. ин ҳамихел меистад. головка дар ин мерасад. ҳамихе расида меистад. ҳамихе мушкиле надоранд. فرکانس های وصال حق در یوتلسات بدون پارازیت انشالله شما میتونید برنامه ما رو ببینید و انشالله سعی میکنیم که تا موقعی که فرکانس جدیدی در هوتبرد انشالله به دست بیاریم در همین فرکانس برنامه زنده ما رو خواهید دید. الله متعال حفظ کنه تک تک شما عزیزان رو و عزیزانی که با ما همکاری میکنن الله سبحانه و تعالی اونا رو حفظ بکنه در روسیه، در تاجیکستان، در اروپا که برای ملت شریف تاجیکستان زحمت میکشند. تشکر از تک تک شما که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. الله سبحانه و تعالی ملت مظلوم تاجیکستان رو رهایی ببخشه از دست این ظالمین و مستبدین و زورگویان و اگر قابل هدایت هستن الله سبحانه و تعالی هدایتشون بده، اگر نیستن نیست و نابودشون بکنه و ملت رو نجات بده از اینا. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.